إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. این سوره به نام سوره مدثر یاد میشه. مدثر ام دال شد داره ام ثا شد داره، اصلش متدثر است. تا را دال جور کده، دال ده دال مدغم کده مد میشه، اصلش از تدثر تفاعل است. سوره را به خاطر به این نام ملقب کرده که خطاب الله تبارک و تعالی خطاب شفقت آمیز بالای پیغمبر علیه السلام است. به کدام کیفیتی که پیغمبر علیه السلام قرار داره به مو کیفیت الله تبارک و تعالی آواز میده که دایی اعزاز خصوصی الله تبارک و تعالی است برای پیغمبر علیه السلام که با پیغمبر چه اعزاز خصوصی را میکنه. و این حالت پیغمبر علیه السلام هم بسیار مهم حالت است، چرا که پیغمبر علیه السلام جبرئیل امین مشاهده کرده، دیده در حالت اصلیش، از او خاطر یک دم جانش در حالت لرزه است. پیش خدیجه رضی الله عنها آمده و میگه که دثرونی مرا بپیچانه و صب علی ما سر ما آب پرته. این معلوم میشه در اونجا خو گرمی بوده، لیکن یا ایسته که اول آب پرتافته شده، بعد از او سری خود لحاف یا چیزی را انداخته، یا از ابتدا همه قسم خود پیچانده. این سوره مدثر دوم سورت است در نزول خود بعد از سوره علق و این بعد از فترت وحی نازل شده. از او خاطر روایت جابر رضی الله عنه که اول سورت که نازله میگه مراد از پیشش اول اضافی است. دو قسم اول داریم، یکی حقیقی که از هر کس پیش باشه، یکی اول اضافی است. اول اضافی ایره میگه که به نسبت دیگرها پیش باشه. از دیگه سورت های قرآن کریم سوره مدثر پیش است، اما اول حقیقی نیست، چرا که اول سوره علق نازل شده، بعد از او وحی منقطع شده تا خیلی وقت، پس از این صورت نازل شده، یعنی بعد از فترت وحی یا پس از انقطاع وحی اول صورتی که آمد سوره مدثر بود. پیغمبر علیه السلام چون در این حالت خواب بود، الله تبارک و تعالی خطاب برش کرده و این صورت نامیده شده به نام مدثر. این صورت مکی است و از اوایل است، از همون خاطر در این بحث عقاید و خصوصا توجه طرف آخرت و عناد یا دشمنا را ذکر میکنه. در اینجا این صورت قبل سوره فاتحه و بعد سوره مزمل نازل شده، یا است که بعد سوره علق و قبل سوره مزمل نازل شده بنابر اختلاف مفسرین کرام. ارتباط از این صورت قط ما قبل، الله تبارک و تعالی در ما قبل دو صورت امر به قرائت قرآن کرد که چه قسم قرآن تلاوت شود. در اینجا الله تبارک و تعالی جنبه عملی قرآن بیان میکنه. تلاوت قرآن تنها مقصد نیست، بلکه ایره در عمل پیاده بکو. تنها تلاوت کفایت نمیکنه، جنبه عملی دادن دعوت و تبلیغ و بیان مطالب شده پیش مردم دیگه است. یا است که در اونجا الله تبارک و تعالی از طرف شب عبادت پیغمبر به تلاوت قرآن ذکر کرد، از طرف روز عبادت پیغمبر علیه السلام الله مشخص میکنه که او عمل است، دعوت است. یعنی شب تو عبادت الله را بکو و روز در دعوت دیگه قیام بکو و خدا آماده بکو. یا است که در ما قبل الله تبارک و تعالی بیان مکذبین کرد، عامه او کسانی که عام تکذیب میکردند. در اینجا مکذبین خاص است، مثل ولید ابن مغیره حالاتش ذکر میکنه که ریحانه قریش یاد میشد، او را ذکر میکنه. یا است که در اونجا سه قسم از اهل قرآن ذکر کرد که کسی نصف نیمی شب عبادت میکرد، کسی ثلث شب، کسی ثلثه شب در عبادت الله تیر میکرد. این سه قسم یا سه قسم که عبارت از مسلمانای مجاهدین بود در راه الله، بعضی در مسافرین بود و بعضی مقیمین بود. در اینجا الله تبارک و تعالی سه قسم مکذبین قرآن بیان میکنه که اینطور مردم هستند که وا قرآن گوش نمیگیره و چه قسم از قطع قرآن نفرت داره. موضوع مرکزی صورت هم فقط بیان دعوت است
وظیفه و رسالت پیغمبر علیه السلام الله مشخص میکنه و طرز و طریقه دعوت برش بیان میکنه و زجر است بالای او کسانی که همچو کلامه با وصفی که در دل یقین داره که کلام واقعی از الله تبارک و تعالی است، لیکن از روی عناد و ضد و جهالت نعوذ بالله نمیپذیره، بلکه نقشه جور میکنه برای ازی که چه قسم مردم رو گردان از قرآن کنه و کدام گپ برش بگویه که اینی در قرآن کریم متهم بکنه که مردم دایی گوش نگیره که پشتی سر واقعیش آمده رایسته. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع میکنیم به نام الله که به انداز مهربان نهایت رحم کننده است. یا ایها المدثر، ای شخصی که لحاف پوشیده ای، کالا را به خود جمع کرده ای، قم بخیز، فانذر بیم بده. یکی از جمله اعزاز پیغمبر علیه السلام است که الله تبارک و تعالی خطاب توسط نامش نمیکنه که یا محمد، برخلاف دیگه انبیاء علیهم السلام در قرآن کریم مکمل اعلی ترین پیغمبر نوح علیه السلام است، ابراهیم خلیل الله که و اولو العزم بودن، موسی و عیسی علیهم السلام. الله تبارک و تعالی یا ابراهیم برش آواز داده و همچنان یا نوح در نوح علیه السلام الله تبارک و تعالی نامش گرفته، اما پیغمبر علیه السلام الله تبارک و تعالی به یا محمد خطاب نکرده. این کمال اعزاز پیغمبر است. این بدبختای امروزی ماست که ادب پیغمبر یاد نداره و یک درو مردم دعوت میده که یا محمد درست است و کسایی که نمیگه یا محبت قطع پیغمبر نداره، اصلا و آگاهی نداره از احترام و عظمت پیغمبر علیه السلام. الله تبارک و تعالی امی کیفیت پیغمبر خوشش آمده. چرا خوشش آمده؟ پیغمبر علیه السلام لرزه کرده، آمده پیش همسر خود و برش گفته که مرا بپیچان. الله تبارک و تعالی به این حالت که صدا برش میکنه که مدثر، یعنی کسی که کالا را به خود پیچانده ای، وقت خواب و راحت نیست. اینجا مراد از کالا پوشیدن طور نیست که خواب بره، اصل منظوری پیغمبر راحت حاصل کردن بود یک نوع، چرا که ترس جان از او را فرا گرفته بود. الله برش میگه نه، آلی ترسا را گم کو، زمانی که حامل این عقیده شدی آلی در میدان میبری، قم بخیز. مراد از خیستن مطلقی قیام نیست که آدم از جای خود بخیزه، آماده شو، یعنی در این مورد تو بالکل اسباب فراهم کو برای دعوت. فانذر، وظیفه پیغمبر، هر پیغمبر یا انذار است یا بشارت است، لیکن اینجا بشارت نیست. چرا؟ اول حالات وحی است، کسی تعالی را به قرآن ایمان نآورده که بشارت بده، از او خاطر اول حالت انبیاء علیهم السلام انذار می باشه. البته انذار بیم دادن از او عذابی که متوقع است و کسی که گپ پیغمبر قبول نداره، خو این بیم دادن به مثل یک دزد و نعوذ بالله یک حیوان درنده واره نیست. این بیم دادن به کمال دلسوزی و شفقت است. از او خاطر صفت هر پیغمبر نذیر آمده. نذیری مانا که از کمال شفقت و دلسوزی همین مردم میترسانه از عذابی که در آینده متوقع است. از او خاطر با پیغمبر علیه السلام میگه فانذر بیم بده قومتا، یعنی کسایی که از این دعوت تو اعراض میکنه، قبول نمیکنه، بیم بده از آمدن یک عذاب. و ربک فکبر، مسئولیت چیسته؟ پروردگارت عظمت و بزرگیش بیان کو. نامی الله تبارک و تعالی را به کمال ادب به پاکی یاد کو و هم ده نسبت پاکی را به ذات الله تبارک و تعالی بکو از هر قسم عیب و نقصان و شرک و ایگپا. پس در حقیقت این همون دعوای اولی هر پیغمبر است که آمده به قوم خود دعوت فعبدوه داده، یعنی عبادت یک الله را بکنی. یک الله قابل تعظیم است، قابل بزرگی است و یک الله قابل عزیز که بزرگیش باید بیان شود. پیغمبر علیه السلام در اینجا که میگه و ربک فکبر، یعنی به زبان خود بزرگی الله را به مردم واضح کو که مردم با الله آشنایی پیدا کنه، الله را بشناسه که کدام ذات است. یعنی هر قسم نسبتای غلط یا تصورات غلطی که در مورد الله مردم داره او را از بین ببر. و ثیابک فطهر، کالای تا پاک بکو. ثیابم معنای حقیقی داره، معنای مجازی. طهارتم معنای حقیقی و مجازی داره. ثیاب اگر معنای حقیقی امی لباس هم شما میگیم، الله تبارک و تعالی طاهرم معنای پاکی را میگه، الله پیغمبر میگه کالای تا پاک کو. چرا که پیغمبر نماز میخونه، دعوت میده، از او خاطر کالا را پاک بکنه. لیکن اینجا خب موضوع دعوت است، نماز لیستی خوانده نمیشه. مناسب است که دعوتگر حالت ظاهری و حلی ظاهریش هم مطابق دستورات پیغمبر باشه.
دستورات الله تبارک و تعالی باشه. از همون خاطر است که در دین توجه به نظافت به حد نهایی شده. این غلط گپ است که بعضی میگه من ملنگ هستم، نعوذ بالله، لنگیشان چرک باشه، کالایشان چرک میگرده، یا خصوصا این ملنگای دیگه، این در دین ما قطعا را ندارن. و الله تبارک و تعالی پیغمبر مامور در اول وحلت کرده که ای پیغمبر کالای پاک کو. این معنای حقیقیش بود. کالا به معنای عمل عمل، اعمال انسانی. چرا که مثل که کالا انسان نگاه میکنه از گرمی و سردی، اعمال انسان نجات میده از عذاب دوزخ. از او خاطر به او هم چیسته لباس گفته میشه. از همون خاطر بود که و لباس التقوا، لباس چی؟ تقوا. تقوا خو لباس نداره، منظور امو عملی که انسان وقایه میکنه از هر قسم انحرافات، اون امور به تعبیر به لباس کرده الله تبارک و تعالی. در این صورت معنا مجازی میشه، یعنی عمل خود فطهر، پاک کو. این پاک کردن چیسته؟ مراد از پاک کردن عمل یعنی از سمعت و ریا، شرک، نعوذ بالله، از این گپا پاک بکو. یا مراد از ثياب نفس است، ذکر خودی ثياب است، مراد از پیشش ذات پیغمبر علیه الصلاة و سلام است. این معنای مجازی است. و نفس خود فطهر، پاک کو از عقاید مزخرف. چرا پیغمبر خو نداره؟ منظورش است که به مردم اینطور بیان بکو که وجود خدا از هر نوع شرک و نعوذ بالله ای گپا پاک بکنه. یا مراد از ثيابک دل است، دلت فطهر، پاک بکو که در دلت هیچ نوع عقیده مزخرف موجود نباشه. یا مراد از ثياب اخلاق است، مثل که کالا انسان زیبا میسازد، جلوه میده، اخلاق انسانی انسان جلوه میده و زیبا میسازه. از او خاطر میگه فطهر، اخلاقت بسیار ارزشمند، پاکیزه جور بکو. از همون خاطر است هر کدام از این معانی در اینجا گنجایش داره و مناسب حال دعوتگر است. دعوتگر از کالای ظاهری گرفته که پاک باشه، عملش هم اینمی رقم پاک باشه، ریا نباشه، نعوذ بالله خودنمایی نباشه، اینطور نباشه که منظورش طلب اجر یا مزد از دیگرها باشه. همچنان دعوتگر در اخلاق خود همونطور اخلاقی را داشته باشه که واقعا مردم او را ببینه گرویده همو اخلاق شوه. عملش هم همونطور عملی باشه که بالکل سنجیده و موزون باشه که هر کس او را پسند بکنه. این کل معانی در این کلمه گنجایش داره و درست است. یا بعضی مفسرین ثياب تعبیر به دین کرده، دینی تفطهر، در دینت اینطور چیزی را نگذاری که نعوذ بالله دو لوس و گندگی باشه، چی از نگاه عقیده، چی از نگاه عمل و چی از نگاه اخلاق. این باز جامع کلی معانی میشه که همه چیزا را یعنی پاک بساز، آلودگی نداشته باشه، نه در عقیده و نه در عمل نه در اخلاق. والرجز فهجر، پلیتی را که عبارت از کفر و شرک است، فهجر، ترک او، یعنی ای کفر و ای گپا را ترک بکو. منظور ترک کردن است که قطعی از یک ساعت و یک لحظه هماهنگ نشوی، بنابر ازی که طمع بکنی که مردم باز ایمان بیاره، بیا که من کمی قطعی از مجلس بکنم. از او خاطر اینجا با پیغمبر میگه که اینجا نشینی. با دعوتگر ضرور است که در اولی زندگیش یا در اول دعوت خود هم امرای مردم در بعض اموری که او واقعا گناهسته شرکت نکنه. چرا؟ سبا او خود دلیل سرت میگیره، میگه تو خودت امی عمل قطما انجام دادی. دوم، والرجز فهجر، مراد از رجز در اینجا بتاست، بتا را ترکو، یعنی عبادت بتا را ترکو. پیغمبر عبادت بتا را نمیکنه. مراد است که در بعضی پیشنهاداتی که مشرکین برای تو میکنه در مورد احترام بتا، او ترگب قطعی از وا هماهنگ و قائل نشوی. ولا تمنن تستکثر، احسان نکو تستکثر که او را زیاد میدانی. در دعوت خود احسان نکو بالای الله که الله این ما زیاد عبادت کردم دعوت دادم. از همون خاطر است که دعوتگر هر قدر که دعوت کردی نگو که الله بس است دیگه من اینمی قدر دعوت دادم خیلی کار شده. نه، اینجا قطعا ترگب نه، هیچ وقت زیاد نشمار. چرا که هر قدر عمل انسانی ولو خیلی نتیجه بخش هم باشه، بازم در مقابل نعمت بزرگ الله بسیار ناچیز و کم است. چرا اگه به سخن تو، به دعوت تو مردم در راه حق آمده به میلیون ها نفر، امیم یک نعمت بزرگ الله تبارک و تعالی است، شکرگزاری کار داره. شکرگزاریش اینمیست که اینمی پروسه را تو با توقف ندی، ای را ادامه بدی. از همون خاطر است که دعوتگر در عمر خود هم خسته نمیشه. یا ولا تمنن تستکثر، احسان مکو تستکثر که طلب میکنی مال فخر یا احترام از مردم، زیاد از وا طلب میکنی. ولا تمنن قطی مردم ها
نیکی کارای کمک و معاونت نکو تستکثر که از زیاد طلب داری. کدام مساعدت و کمک که با مردم میکنی این تمره نداشته باش که واد دیگه هم برای ما زیاد بکنه. از همون خاطر است که نظر به این آیت کسی که همراه کسی یک معامله نیکی میکنه از او توقع زیاد نداشته باشه. چرا؟ ایرا پیش هم گفتیم که کسی که ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، در آیت گفته بودم اگر شما آمدن میکنی به این طور یک سودی را که شما در مال مردم بری خود سود بکنی، فایده بکنی، این به نزد الله تبارک و تعالی درست نیست. چرا که تو کدام احسان یا کمک میکنی از او توقع زیاد داری، این در دین نیست، بلکه تو کمک خالص به خاطر رضای الله تبارک و تعالی بکو. او طرف جانب مقابل باز او این احساس داشته باشه که از تو کده هم زیادت بکنه. پیغمبر علیه السلام معمولش همینطور بود، کسی با امرایش احسان میکرد باز دوباره پیغمبر علیه السلام از او کده زیاد احسان میکرد. خب لیکن تمام توقع شخص نبود که پیغمبر علیه السلام قطعا زیاد احسان بکنه، او خاص به خاطر رضای الله تبارک و تعالی امو عمل انجام میداد. عالم پس این آیت برای ما درس میده وقتی کسی را دعوت دادی در راه حق آمد آلی سرش احسان نکو که من امرای دین طور کردم. و ما و شما در بحث صدقات در سوره بقره خوانده بودیم اگر کسی صدقه را بده و بعد از او پشت سرش احسان بکنه دیگه او صدقه مکمل از بین میره. ولا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، صدقات خود توسط احسان گذاشتن از بین نبره. منت گذاری خودش امو ثواب امو حرکت امو عمل مکمل برباد میکنه. پس از اول پیغمبر علیه السلام الله تبارک و تعالی ادب نشان داد که دعوت تو خالص به خاطر رضای الله است. هیچ وقت از مردم زیادت طلب نکن. وقتی که از زیادت طلب نمیکنی منظور ایسته که تو چون به فرمان الله به خاطر رضای الله کدام عمل انجام دادی مردم تو را مدح میکنه یا نه، شکرگزاری و قدردانی میکنه یا نه، این را توقع نداشته باش. چرا؟ تو اجر و پاداشی تا گرفتی از الله تبارک و تعالی، دیگه اجر طلب نمیکنی. ولی ربک فاصبر، اشاره میکنه پیغمبر این دعوت راه آسان نیست، بسیار راه پیچیده است، صعب العبور است. اتر تحمل مشقات و تکالیف میشه که پرسان نکو. از او خاطر الله تبارک و تعالی برش میگه ولی ربک فاصبر، صبرم خالص به خاطر پروردگارت بکو. سعی کنی خود کنترل کردن بعضی اوقات چیسته انگیزه های مختلف می داشته باشه. کنترل میکنی خدا به خاطری که میگه والا جانب مقابل خیلی زور است باز مرا آینده لط میکنه، یا کنترل میکنی لحاظ پدریش میکنی، مادریش میکنی، لحاظ قومش میکنی، مختلف انگیزه ها برات پیش میشه. اینجا الله میفرمه که در دین تحمل مشقات خالص و خالص به خاطر کیست؟ الله تبارک و تعالی. ولی ربک، از همون خاطر اصل نام، چرا؟ دعوت بزرگترین عبادت است و عبادت مخصوص برای کی است؟ الله تبارک و تعالی. از اون خاطر در اینجا از هیچ کس گله هم نکو چرا این کار برداشت کردی، به این خاطر که تو الله را راضی بسازی. به خاطر راضی کردن الله این مشقت و تکلیف بعد با دوش خود بگیری و خالص برای الله. این بسیار درس عظیم به ماست. یک تعداد برادرها وقتی که در یک جای یک کمی فشار سرش بیا باز دیگه قطعی تو جنگی میشه. خیرت است مرا بازخواستی ما را نکردی، اینطور نشد، والا کمک قطع ما نشدی. بعضی اوقات انسان خود کلگی رسیدگی هم نمیتونه. یکی دوم است که حالات هم کسی خبر نمی باشه. حالی شده میتونه یک برادر بسیار مشکل داشته باشه اما تو آگاهی نداری. در این صورت انسان خفه نشود. چرا؟ عملی تو کرداری تو به خاطر رضای الله بود، به این خاطر نبود که فلان خوش شود. اگر به این خاطر میکنی دعوت خو بهترین عبادت است، خو برای الله است نه برای مخلوق الله. این در اول برای پیغمبر الله درس داده بود. از همون خاطر پیغمبر سری کسی هم منت نگذاشته، امی قدر دین به ما رسانده به می تکلیف و مشقت. خو لیکن بازم ما را میگه که در حق ما مبالغه نکنی. این مرا نعوذ بالله چیستا قبری مرا بت جور نکنه که اینجا سجده کرده بره، قبری مرا عید جور نکنه که جای میله رفت آمدی تان جور کنه، در مقابل من مبالغه نکنه که مرا نعوذ بالله از همین بندگیری و رسول بودنم بالا بتراشه. این نیست که پیغمبر این درسا را و صحابه داده و به ما و شما گذاشته. فاذا نقر فی الناقور، در آن وقتی که دمیده شود فی الناقور دسور، امو سوری که الله برای اسرافیل علیه السلام ساخته و برش امر کرده در اونجا دمیده شود. فذلك یومئذ یوم عسیر، اینمی دمیدن در این روز یوم عسیر، روز خیلی دشوار است، خیلی سنگین روز است. بالای کی؟
علی الکافرین، بالای کسانی که منکر بودن از نظام الله یا زمین روز قیامت یا از دمیدن سور. غیر یسیر یعنی هیچ جاسانی نیست. گاهی سختی طور می باشه یک شی سخت است از یک جهت، از جهت دیگه سخت نمی باشه. امی در برابر دعوت دین ما شما که وقت سختی را متحمل میشیم، از یک جهت خود سخت است در ظاهر، چرا کلی مردم قطع دشمن است، مردم بد رد میگه، اما جنبی دیگهش خیلی راحت دهنده است، خیلی خوشوقت کننده است. وقتی احساس میکنی که در راه دین الله ما مورد اذیت قرار میگیرم، دلت تسلی پیدا میکنه، خوش میشه. اینجا سعی کن امی یک سختی در یک طرفش برای تو سختی و دشواری است، در جانب دیگه برای تو راحت است. از او خاطر اینجا الله میگه که او طور سختی است که هیچ جانبی راحت نداره، غیر و یسیر، هیچ صورت راحت و آسانی درش وجود نداره. ذرنی و من خلقت وحیدا، مرا بگذار الله میگه. یعنی این بدبختایی که حقایق قرآن خوب مطالعه میکنه، میفهمه، بازم این کار میکنه، بازم دفاع از این حقایق قرآن نمیکنه، مرا بگذار. و من خلقت وحیدا، و کسی را که ما پیدا کردیم وحیدا دو معنا داره، یعنی در حالی که مجرد بود، نه مال قطش بود، نه اولاد، نه زن قطش بود، نه فوج قطش بود، هیچ کس قطش نبود. زمانی که پیدا کردم یک تن بود. حالی که الله ارزانی نعمت سرش کرده، مال است، اولاد است، کشوفش است، حالی از دینی ما و از دعوتی ما اعراض میکنه، پیغمبری مرا توهین و مسخره میکنه، حالی مرا تو بگذار. مثل که یک کسی را نوکرت باشه و خیلی قطعی تو کار کرده باشه و بعد از او یک نفر آزار میده، به اون نفر تو میگی تو ایره ده مبان، ما خو ایره کم احسانات قطعش نکردن، حالی برای ما بگذار شه که ما چطور جزا میدم. یک یا دوم مانا ذرنی و من خلقت وحیدا، بگذار مرا و او شخصی را خلقتو که پیدا کردیم وحیدا، که بیخی گلی سری سبد قریش است، در بین قریش بسیار شهرتی به سزای داره، یک نفر است، کلگی انظار و توجهش طرف ازی گردانیده. ولید ابن مغیره بسیار زیرک آدم بود، واقعا هم خیلی هوشیار بود. به مجردی که قرآن شنیده، او به قرآن چی گفته؟ ای اصلا جمع شدن در پالوی امزی، کلی هم اهل قریش جمع شدن پیش ولید ابن مغیره. آدمی هوشیار بود، تجربه قوی داشت، در هر طرف تجارت ها داشت، بسیار جهان دیده بود، در مورد خیلی سنجش های قوی میکرد. ملکی و میری هر کس کرده نمیتونه، خیلی آدمی با فکری که کلی ابعاد سنجش میکنه، ای بسیار ملکی برجسته بود. از او خاطر پیشش آمدن که پیغمبر خود قرآن میخوانه، دعوت میده و مسافره و مردم دور در این وطن ما سرازیر میشه. ما به این مردم دور چه قسم ایره وادار بسازیم که در نزدیک پیغمبر نروه و گپ پیغمبر را نشنوه؟ چرا؟ اگر ای را به پیغمبر اعلام باشه، در مدت خیلی کم چهار اطراف ما را یک دم مسلمان ها و همراه های ازی زیاد میشه و ما بند محاصره قرار میگیریم، نمیتونیم مقابله پیغمبر را بکنیم. حتما یک پلان بسنجیم که مردمی که میایه داخلی مکه میشه، این مردم باید نفرت داشته باشه از پیغمبر علیه السلام، نعوذ بالله. پیش ولید که رفتن، ولید چی کردن؟ گفت خود سیست ما یک سنجش میکنم. این خود قرآن شنیده بود، چرا یاد بعد از اینم یک قرآن شنید که سوره سجده را پیش ما و شما گفتیم، در اون وقت که پیش پیغمبر علیه السلام آمده بود و پیغمبر علیه السلام سوره سجده را شروع کرد، وقتی که رسید در مسئله عذاب، در دهان پیغمبر دست خودمان که قومی تا اینقدر ذلیل نکو، بس میگفت. اینجا یا است که نه، در دیگه وقت قرآن ای شنیده بود. از او خاطر وقتی که پس آمد خدا خیلی پیچانده بود در خانه. مردم گفتن که او از شنیدنی کلام محمد صلی الله علیه وسلم ایام متاثر شده، ایام او را پذیرفته، چرا که پس در مجلس ما نآمد، برای ما کدام هدایت و راهنمایی نکرد در این مورد. ابو جهل گفت نه قطعا ما میرم، ما قطعا میفهمم. ابو جهل در پالویش رفت و برش گفت که چرا تو هستی؟ مردم گمان میکنه که کلان قریش توستی و شرطرین مردم ها توستی، تو تسلیم کردی گپای پیغمبر؟ او گفت نه، گفت به الله قسم این کلام بشر نیست، این بشر نیست. این گفت ما کلامی را شنیدیم که نه مشابهت با کلام جن داره و نه مشابهت با کلام بشر داره. و عبارات همینطور گفت. امی ولید ابن مغیره قسم یاد کرد که والله قسم به الله تبارک و تعالی
ایتو کلمات گفت ان علیه چیست لطلاوه، بالای کلام یک نوع شیرینی است، یعنی ان له لحلاوه، برای از یک شیرینی است. و ان علیه لطلاوه، بالایش خیلی تازگی و رونق داره. و این چیست اسفله و این اعلاه لمثمر، بالای سخن چی از خیلی ثمرناک است، شاخه داره، شاخ و برگ داره، مفاهیم و مطالب خیلی گوناگون داره. و این اسفله لمغدق، او یعنی ریشه از خیلی محکم است. این کلامی نیست که از دهن بشر گفته شوه و بشر ایره بگوید. این کلام خیلی قوی است. از امو خاطر ایرم قطش گفت که و انه لیعلو و ما یعلا، این کلام بالا میشه، غالب میشه هر وقتی باشه. او سریزی دیگه گپ غالب شده نمیتونه. این گپ ابو جهل هم گفت. از امو خاطر خباز گفت اگه توی این گپ اینطور بگویی دیگه دیگه قریش خو مکمل تسلیم میشن، برای ما و تو ابرو باقی نمیمانه به ما که تسلیم یک یتیم شویم. از امو خاطر آمدن قطی مردم دیگه مشوره را شروع کردن. کسی گفت کلام ازیر شعر میگیم. ای گفت که الله اکبر، شما خود میشنوی امی کلام هم شعر است؟ شعر خو امور خیالی می باشه، کلش واقعیت است. باز گفتن نه، میگیم که این جنون دیوانگی است. گفت این سخن دیوانه است، این سخن هوشیارترین شخصا اینطور سخن گفتن نمیتونه. باز گفت نه کهانت است. گفت کهانت خو کلش دروغ است، او این کلش راست است. گفت ما یک فکر میکنم. قرآن بعد از او براتون میگه اینجا این خیلی اندیشید، دست در اینجا گرفت، پیشانی خود خواب جمع کرد، خواب در این مورد سنجید. آخر که برای طعن قرآن راه دیگه نیافت، بسیار غمگین شد، دلتنگ شد. آدم که خیلی خفه و دلتنگ شد سیاه میگرده، پیشانی ترش میشه. باز چیسته روی گردانید، آلی دیگه در چورت شد. پس از او گفت که ایره سحر بگویم. چرا سحر میگیم؟ سحر در او زمانه هم میگب بود. جدایی در بین دو نفر می آورد، زن و مرد می آورد، دو برادر را با هم جدا میکرد، پدر و مادر و اولاد جدا میکرد. او دعوت پیغمبرم امی کارا را داره. میگه در خانه ها کسی که عقیده پیغمبر قبول کرده، او اولاد قطی پدر و مادر چی شده؟ بگوی زد شده، جدا شده، دو برادر را با هم جدا کرده. از امو خاطر ما برش سحر بگوییم. خو این بدبخت نمیفهمید که سحر گفتن ما این سبب مذمت کلام پیغمبر میشه، یعنی که سبب مدح کلام پیغمبر میشه. سحر خو ایمانا که این کلام آنقدر تاثیر داره، اگرچه و تاثیری غلط از سحر میگرفتن که جدا کردن است، لیکنی در حقیقت تاثیری داره که یک کسی سالا به یک عقیده معتقد است و او را ادامه داده و امروز به یک شنیدن در مرحله میرسه که گوشتش قطی چاقو میبری و دیگه طرف نمیگرده. دیگه خود دلیل کمال یا حقانیت امی کلام است. خو خیر این تجویز یا این نقشه را ولید کشید و توسط این گپای خود توانستن تا یک مدت را اینمی قسم بعضی مردم را فریب بده. ولی قرآن کجا؟ قرآن اینطور کتاب انقلاب است که همینطور پشت باقی نمیمانه. این را یاد داشته باشه. این عقاید قرآن اگر بیان شوه، وضاحت داده شوه، اینطور پشت در یک مسجد در یک خانه باقی نمیمانه. این انکشاف میکنه ان شاء الله و مردم یک دم خود میفهمه که بله حقیقت کجاست و اصل گپ کجاست. باز اونجا یکی از جمله نشانه های بزرگ حقانیت یک سنگر، یک مکتب، یک ختمشی و حرکت اینمیست که کل جهان علیهش چی میکنه؟ میخیزه قیام میکنه. اسلام امروز چی داره؟ لیکن کل جهان چشم خود دوخته که علی اسلام نمانشه. این خود دلیل حقانیت و محکم بودن سنگر اسلام است. از همین خاطر یک آلمانی اسلام آورده، گفت من که میدیدم هر کتاب از نصرانیت که میدیدم فقط علیه چی نوشته بود؟ اسلام. گفتم حتما این نظریه بسیار قوی نظریه است که قدر مقابله طلب داره. گفت من از ترجمه قرآن کریم و زبان آلمانی پیدا کردم، من از لفظی خواندم، امی ترجمه لفظیش آنقدر دم انقلاب آورد و اینقدر تاثیر کرد که دیگه وادار شدم که من باید در ممالک عربی برم و عربی را یاد بگیرم، لسان ازواره و مطلب قرآن بفهم. در حالی که خودش در چیسته در کنیسه است، در اونجا خیلی رول داره، خیلی اهمیت داره. لیکن وقتی آمد قرآن مطالعه کرد، بعد از او دیگر رفت اینطور اسلام عادی هم نآورد، اینطور اسلامی که جمع کرد اقارب خود قوم، جلسه بزرگ گرفت و بعد از اعلان اسلام خود کرد.
و خب دعوتگر بزرگ شد. البته این طور نمونه ها در تاریخ خیلی زیاد است. من به طور مثال یک چیز را بیان کردم که قرآن کتاب انقلاب است، واقعا انسان بیدار میکنه. یعنی اینقدر بیداری قرآن بر انسان میده که بالکل زمان سابق خود فکر میکنی که چرا دیوانه بودم. مکمل حالت سابقی آدم برای آدم دیوانگی معلوم میشه. زمان قرآن آدم تلاوت بکنه در معانی و مقاصد ازی آشنا شود. الله تبارک و تعالی ما و شما را توفیق بده که خدمت قرآن کرده بتانیم و مطالبش بدانیم. الله تبارک و تعالی امو مردکر ولید ابن مغیره را ذکر میکنه، اگرچه آیات در شخص از او نازل شده اما مقصدش عام است. هر کس که در نقش قدم ولید باشه، دشمنی با قرآن داره، حقانیت قرآن میفهمه اما از روی عناد و ضد میگرده، این شامل کل معاندین و ضدین میشه. آلیا مگر رای حق هر کس میفهمه، اگر ملاست اگر غیر ملاست، اما بازم از روی تعصب و ضدبازی و پرداری جانب چی دیگر در پیش میگیره. مصداق امی آیات های قرآن کریم میگرده. و جعلت له مالا ممدودا، مگردانیدیم برای از این مال ممدودا فراوان گسترانده شده که هر طرف تیت است. از همون خاطر قافلای تجارات ازی در کل سال همینطور ادامه می داشت. یک گروپ اگر می آمد دیگه گروپ 10 سفر بود. بعضی میگن مراد از پیشش زمینا و زراعتی و کشتزاری ازی بود که خیلی دور افتاده بودن، هر جای کاریده میشد. و بنین شهودا، و گردانیده بودن برش، یعنی پیدا داده بودن برش اولاد شهودا که حاضر در خدمت ازی، تابعدار. زیاد اولاد هم داشت او خیلی تابعدار، هر روز کشوفش ازی را میکرد. اینطور یا است که اولادی بود که این دارایی ازی، توانایی ازی آنقدر زیاد بود که ضرورت به کسب کار، زمین رفتن، تجارت کردن به این نداشت. دیگه نامزدورا بودی کارا را میکرد. اولادش در مجلس فقط مجلس پر میکرد، مجلس رنگین میکرد. از او خاطر شهودا میگه و مهدت له تمهیدا، و ما آماده کردیم فراهم کردیم له برای ازی تمهیدا همه وسایل زندگی را. تمهید مهد اصل میگه آلوچک طفله، او مقام راحت طفل است. منظور است اسباب و وسایل راحت ازی را ما خیلی فراهم کرده بودم. از هر طرف که می دیدی این وسایل راحتش فراوان بود. ثم یطمع ان ازید، باز تمام میکنه ان ازید که مزیاد کنم. هر دنیا پرست اینمی قسم آرزو و طبیعت داره. کسی که تعلقش با آخرت پیدا شود، قدرت الله امی مالت بری خودت خوبش معلوم نمیشه. حتی خود همیشه وجدان تو را ملامت میکنه که چرا پشت دنیا زیاد میگردی، نمیگذارته. قناعت میکنی به خیلی چیزی کمی که تو برات حاصل است. از همون خاطر مردمای متدین ولو که در خانه خیلی کونه نشسته باشه، ولو که طعام خیلی چیسته ضعیف برش اثر میشه، ولو که هیچ کشوفش زندگی حتی در مرتبه عادی نداره، اما قلبش خوشوقت است. چرا؟ قلبی را قناعت داده، عقیده آخرت داره، ایمان داره، از او خاطری را قناعت میده. دنیا پرست قناعت نمیکنه. اگر هر قدر داره سعی میکنی که در یک جای اعلان میشه که فلان جای کار، دمون جام نفر خدا میپرته، رشوت میده، امو کار به دیگران نمیمانه. شما تجارای بزرگ دنیا را ببینید، در افغانستان همچون تجارا شاید پیدا شود. اگر یک پروسه، یک پروژه در یک جای باشه، با سعی میکنی که 100 پروژه داره، این 101 هم امو عمله میکنه، از دست دیگرا میگیره. اینطور فکر نمیکنه که شاید مسلمه وار شرکت دیگه مردم هم جور کرده. ما 100 پروژه را گرفتیم، خیر است هم یک پروژه به مو کسی داده شود که تعالی را بعد از جور کردن شرکت خود یک پروژه را هم نگرفته. این احساس قطش نمی باشه. دنیا پرستا همی طور است. ولید هم همی طور تمه داشت که الله البته برام زیاد دیگه هم میده. خو الله چی میگه؟ کلا نه این طور نیست که مخالفت دین بکنه و ما بازی را عزت بدم. انه کان یقینا آدم اصلی آیاتنا عنیدا، برای آیاتای ما عنیدا معاند است، تعصب داره، ضد داره. آیاتای ما را میشناسه، حقانیتیشه، مطلب و مقصد خوب میگیره که بلی کدام کلام است، لیکن باز عناد میکنه. معلوم شد که بزرگترین بدبختی برای کسی است که عناد داشته باشه. عناد انسان از طلب حق منع میکنه، نمیگذارته. تعصب و عناد یک معنا داره. پرداری عناد یا ضد یک معنا داره و این بزرگترین عامل برای چی است؟
مانع برای حق طلبی است. از همون خاطر کسایی که یک طرف تعصب میکنه او جانب دیگر هیچ حتی حاضر به مطالعهش نیسته، حق پیدا نمیتونه. امروز علمای مذهبی ما که امی قدر پافشاری سر یک نظریه میکنه، علتش است که اونجا تعصب داره، خوش داره که من طرفداری از اینم یک نظریه بکنم. از همون خاطر کتاب جانب مقابل مطالعه نمیکنه. در صورتی که اگر کتاب جانب مقابل مطالعه بکنه، دستی برش معلوم میشه، نمایان میشه در بین 4 مذاهب، 5 مذاهب، 10 مذاهب نظریات. شما وقتی که مسائل در حدیث میخوانیم، نظریات مختلف میاد، محدثین نظریات مختلف داره، مجتهدین نظریات مختلف داره. در یک مسئله 30 قول وجود داره، 40 قول وجود داره. در یک تعیین شب لیلة القدر از 30 قول بالاست. لیکن کدامش ترجیح بدیم؟ آلی تو دیگه دلیل هر کس مورد ارزیابی قرار داده تا که برای تو واضح میشه که کدام دلیل قوی است. اینی ده مردم اسلام این میره حکم میکنه لعلکم تعقلون و لعلکم تتفکرون و لعلکم تذکرون، که میگه با می خاطر میگه که اینجا حالات متنوع می باشه، تو باید پشت حق بگردی، تلاش کنی، جستجو کنی که کدامش حق است. اگر این نظریه یا این مفکوره قطع کل علمای جهان باشه، شما اگر دیگه نامی مذهب شنیدی، اگر کسی در زبان خود گفت که مالکی یا حنبلی یا حنفی یا شافی، قطعا نمیشنوه، بس کل گیره میدانه، میفهمه که یک کتاب الله و سنت رسول الله میگه یا نمیگه. با تاسف امروز تعصب است، هر کس از مذهب خود دفاع کرده رویسته، خویی بسیار مضر است، خیلی زیاد مضر است. چرا که بری تو موقع نمیده که بری نظریه دیگه کس هم مطالعه بکنی. سأرهقه سعودا، زود است که مجبورش بسازم سعودا، در بلند کردن قله کو. مراد اینجا یا است که مراد سعود نام یک کوس در جهنم که الله تبارک و تعالی همچو مردم را دمو قله بلند بالا میکنه و پس پرتاب میکنه. و این معامله همیشه همینطور جریان داره. یکی خب بالا کردن بسیار سخت است، آدم که دکو بالا میشه بسیار سخت است، نفس قید میشی، پجنه میشی، قوت و انرژی از دست میدی. باز که از نقطه خیلی بالا که راهی پایان شدن هم نداشته باشی و پس تو را بندازه، بسیار سخت است. یقینا کسی که عقیده داره و اینطور حالات میفهمه چرا الله کار میکنه. این انسان خیلی در قله بلند بالا شده بود، الله نعمت ها داده بود، اولاد داده بود، همه چیز، اما سقوطش از چی بود؟ که از همه نعمت های الله ناسپاسی کرد، ایره نادیده گرفت و از همون خاطر از سر قله باید پایین انداخته شد. یکی انه فکر و قدر، یقیناً تفکر کرد، اندیشید، و قدر خیلی تجویز کرد، چاره جویی کرد. فقتل، مرگ باشه، مرگ برو میگیم، مرگ چیسته؟ مرد باد. فقتل تباشه و کیف قدر، چه قسم نقشه را جور کرد، چه قسم چاره جویی کرد. که وقتی برشان گفت ما چی بکنیم در مقابل قرآن، دیگه خیلی اندیشه کرد و فکر کرد. ثم قتل، باز مرگ بر ازو باشه، برباد شوه. کیف قدر، چه قسم چاره جویی کرد برای از اینکه مقابل قرآن چطور بکنه. ثم نظر، باز بار دیگر نظر کرد. خب ثم عبس، بعد از او چی کرد؟ روی خودت ترش کرد و بصره، پیشانی خودت در هم کشید، یا بصره پشت دور داد. خود از زمین تو من یک دفعه تناشم. ثم ادبره، باز پشت دور داد. و استکبره، تکبر کرد، خود کلان تراشید. اینجا از روی جهالت نبوده، از روی تکبر بوده. فقال، داخل چی میگه؟ این هذا نیست این قرآن کریم الا سحر یؤثر، مگر سحری است یؤثر که نقل کرده شده. از زمان سابق این میتور سحر چلیده را ایسته در بین مردم و این قرآن نعوذ بالله سحر است. چرا؟ به خاطری که اعضای خانواده را با هم پاشان میکنه، جدا میکنه، پدر و اولاد جدا میکنه، برادرها را با هم جدا میکنه، نفر از قوم جدا میکنه، این همی کارا میکنه. امروز هم یکی از انتقادات مردمایی که حق نمیفهمه این همی گپ است که چی بلا را پیدا کرده، بچه قطی پدر انداخته، بیادر قطی بیادر برادر، یکی شامین بلجر میگه دیگهش نمیگه. خب اگر تو بفهمی میگم رای پیغمبر را تعقیب کرده، اگر واقعا امو حدیث پیروی میکنه، نظر نه. اگر نمیگه هم بگوه امو حدیث پیغمبر مطابق حدیث پیغمبر که عقیدهش است،
بالکل نمازش درست است. خب اینطور نباشه که طرفداری بکنه. اکثر مردمای ما از حدیث پیغمبر آگاهی هم نداره، تنها در نام افتخار میکنه، میگه ما بس امام ابو حنیفه امام اعظم رحمت الله علیه است، ماندنیش نیستم. چی مزیت چی فضیلت این گپا را نمیفهمه، درک نمیکنه. یعنی بنابر بصیرت نیست، فقط برای تعصب و پرداری این گپی خدا میگه. وگرنه ما میگیم ولو که هر کس باشه بسیار یک قولی ضعیف پیروی میکنه، خو از این حیثیت که برش قوی معلوم میشه، قوی معلوم میشه، از او پیروی میکنه. ما او را رد نمیکنیم، هنوز مدحش میکنیم. چرا؟ آفرینید که یعنی گپ برات حق معلوم شده و تو او را پیروی میکنی. اگر اینطور باشه کاری خوب، خو لیکن اینطور است که بفهمیم که کدام طرف حق است ولی بازم راه باطله یا نعوذ بالله قول باطل ما کم بگیری، باز خو اینجا بسیار گمراهی زیاد پیدا میشه. یکی خو فرق گپ بین افضل و مفضول است. مثل که آمین بجر بکنه یا نه، دست در سر سینه بسته کنه یا زیر ناف، چیستا قرائت خلف الامام بکنه یا نه، این گپا دستار تا گوش برسانه یا نه. این گپای است که هیچ کدام تفرقه را اصلا پیدا نمیکنه. علمای ما به مردم نگفته کی را سبب تفرقه جور کرده و ما را متهم میکنه که شما سعی کنی اینجا یهود و نصارا آمده اینجا شما تفرقه کرده رایسته. ما شما خو نه مردی مقابل یهودی و نصارا شدیم و نه مردی از اینجا. نه این مسئله را گفتیم نه او را. بیایی که همین مسئله را حضور ما میرسه بکنیم، آن چیزی که سنت رسول الله است به مردم واضح کنیم. و ما مردم دعوت نکردیم که حتما اینطور کار بکنیم. ما حدیث هم میگیم یعنی قوی است یعنی ضعیف است. عمل به خودی مردم تعلق داره که مردم سرش چی رقم عمل میکنه یا نمیکنه. خب این هذا الا قول البشر، نیست ای مگر قولی بشر است. سایکو برای فریب مردمی گپ میزنه. سوسلیه سقر، الله میگه زود است که من ایره داخل کنم در آتش. ایره و هر کسی که همانند عزیز که حق میدانه ولیکن بازم نعوذ بالله چاره جویی میکنه که چه قسم سخن از ایره ما رد کنیم. سخن پیغمبر چه رقم رد کنیم، با کدام عنوان؟ آسان گپ. ما دمی کل عمر خود شما را گفتیم وهابی شوی یا دعوت برتان دادیم که بیای محمد ابن عبدالوهاب چی هست؟ امام است و ما و شما نظریاتش بپذیریم. ما میگیم ما محمدیستیم صلی الله علیه و سلم، ما دیگه مذاهب قبول نداریم. تو آمدی در پشت یک عالم دیگه ما را روان میکنی. این گپ ما دعوت ندادیم، لیکن مردم چطور میکنه؟ به این خاطر که سخن ما در بین مردم رواج پیدا نکنه، مردم نشناسه، مردم رجوع میل نکنه، چطور مشهور میکنه؟ میگه الله وهابیست. اگر دیگر را پیدا نکرد میگه نه او امامای دین قبول نداره. باز عوام چطور فریب میده؟ میگه مذهب قبول نداره. پیش عوام خو مذهب بسیار مهم است. یک شخصی آمده بود خو با چیستا طلاق واقع شده بود، 3 طلاق البته داده بود. کدام جناب عالم برش گفته بود که چیستا یا است که شافعی شو او یا است که اجرا نداری حلاله بکو. نعوذ بالله. یعنی زن به نکاح کسی بده که یک شب دو شب قطعش باشه و باز بعد از او انا بری چیستا بری تو پس حلال میشه، در غیر از او نمیشه. خب گوشیتان بگیره اونجا متعر رد میکنه نکاح صیغه‌ای را و اینجا برای یک روز و 2 روز جایز میکنه. اموره که پیغمبر لعنت گفته. او دیگه چی برش گفته بود؟ که یا شافعی شو. او بیچاره همی کم نمیفهمه که مسلک امام شافعی رحمت الله علیه هم 3 طلاق است در یک مجلس. کلی ائمه 4گانه قائل به است که 3 طلاق بگه 3 طلاق است. خوب بیچاره همی نمیفهم نگه شافعی شو. یا آمی بیچاره چی میکرد؟ چرت میزد که حالا چی کنم. در این طور دور رای قوی بند انداخته بود چه که اینجا علاله ای خو یک ننگ است بر ما، هیچ امکان نداره. خالی شافعی چی طور شوم؟ ایران مانده بود بیچاره که حالا چی بگویم. باز گفته بود که هیچ رای دیگه نیست مولا صاحب. گفت نه هیچ رای دیگه نیست. گفت خیر ما چرت بزنم که حالا چی طور کنم. باز رفت با کسی گفته که اگه آدم شافعی شود چطور میشه؟ وای فکرت باشه که از مذهب نباری که چند دور زده میشی. تو خبر نداری که از مذهب برای اینقدر دور زده میشی؟ بیچاره دیگه ایران مانده. اینی آدم بگه اینی آدم نظر به قصه خودش برای ما چقدر وقت همینطور تیر کرده بود بگه هیچ نظر به فتوای علما خود دیگه کلی زندگیش زنا بود. چرا که تا این کار نکنی بس دیگه تو اینطور نمیشه. عجیب گپ است. الله رحم بکنه ای علما را که عجیب مردم در کدام گپ باقی مانده برشان. آلی بیچاره یک شافعی شدن برش خیلی سختی میکرد. از اون معامله کردم بگه شافعی شدن برش بسیار قوی معلوم میشد که اگر ما شافعی شم البته جهنم جایم است. ولی حالا که
کی کشیده که شافعیت است در دین، کی کشیده که حنفیت است، کی کشیده که مالکیت است، کی کشیده که حنبلیت است. یک دلیل خو پیش کنن، یک سند پیش کنن که فلان عالم شما کلی نظریاتش بپذیره. یک دلیل. افسوس است، من تاسف به او علمای برجسته میکنم، حتی استادای خدا، همین استادای ما الله سری از یار رحم بکنه. چرا؟ علی گپ خیلی از هر من شمس است. او یا محکم گرفته بودن خدا که وی 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 از مذهب نبره. این بسیار مهم گپ است. خود از همون خاطر شما را میگه یا از مذهب بر آمده، یا را دیگه هر جای که هست بچوکی که از مذهب بر آمده. سأصلیه سقر، الله میگه زود است که داخل کنم میره سقر در آتش. چرا؟ حق فهمیده درک کرده که قرآن کدام کتاب است، لیکن فکر کرد، نقشه پلان طرح کرد، نقشه کشی کرد تا ای که این گپ در مورد قرآن بیان کرد، نعوذ بالله، از روی ضد عناد. و ما ادراک ما سقر، تو چی میدانی که سقر چیسته؟ یعنی ایج در دایره تصور انسانی نمیه. اینقدر عذاب سخت است در دنیا، چطور نمایان کنه الله تبارک و تعالی او عذابی که در آخرت است نمایان نبیشه؟ از همون خاطر در قرآن کریم که کدام امر عظیم است که وا در تصور ما نمیه، الله تبارک و تعالی باز میگه و ما ادراک القارعه ما القارعه و ما ادراک الحاقه ما الحاقه. در مورد قیامت همینطور برای ما آمده. چرا؟ این کارهای هولناک است که در دایره تصور ما آمده نمیتونه. لا تبقی ولا تذر، بعضی علامات یا نشانه هایش برای ما میگه. لا تبقی، نمیگذاره امی دوزخیاره، اعضای دوزخیاره، ولا تذر، و نه رها میکنه، نمیگذاره که همینطور سالم باقی بمانه، و نه دوزخیاره رها میکنه. عذاب 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 عذاب، این معنا را داره. لواحة للبشر، دو معنا داره. ظاهر شونده است برای همه انسانایی که گناهگار بدبخت است، از عناد و تعصب کار گرفته. و ازل جحیم برزت، در آن وقتی که جهنم آشکارا شود برای مردمای گناهگار و کافر، بسیار سخت حالت است. این معنا را دارد. دوم، لواحة سوزاننده است للبشر، بشر عبارت از چهره انسان میگه، یعنی اینمی پوستی که در وجود انسان است که خیلی نمایان و ظاهر است، این را یک دم سیاه میگردانه، پس این پوست تبدیل میشه. علیها 19، بالای امی سقر 19 ملائک هستن. نه، وقتی که قول مشرکین شنیدن، گفت پیغمبر میگه ما را از سقر میترسانه، خو سقر یزی فقط 19 است. یکی را به نام ابو الاسلین میگفت، او گفت او برادر عبدیش در چی ما در زمین ما دویش شما چارش نمیتونی دیو زدتانه. ابو جهل گفته بود، میگه نه خیر است، آلی دو نفر در مقابلش نه 10 نفر در مقابلش 19 چند میشه؟ 190 نفر. او ما و شما خو اینقدر جماعت خیلی زیاد هستیم، چی شده ما را که همین قدر نفره چی نکنیم؟ قرآن چی گپ؟ در حالی که اصل گپ است که تنها 19 نیست، بلکه 19 گروه هست، یعنی 19 نقیب و سردار کلاناست در زیر دست چقدر لشکرای الله تبارک و تعالی است که پشت سر بر ما میگه که و ما یعلم جنود ربک الا هو، لشکری پروردگار غیر از الله دیگه کس نمیدونه که چقدر است. خو یا اینطور میگفتن یا امین 19 دانه است. آیا یک جبرئیل امین بسته قریه ها را در بال خود بالا نمیکرد؟ یک ملک الله قوت میده که کل مخلوق از بین ببره. این خو کاری الله تبارک و تعالی است. خو لیکن برای کسایی که عقیده به آخرت نداره، ایمان نداره، این مسائل بسیار نعوذ بالله مسخره آمیز چی بود معلوم میشد. از این خاطر مسخره کردن. الله حکمتش هم بیان میکنه. 19 عدد 19 در این حکمت های زیاد است. بسم الله الرحمن الرحیم، ما و شما در یک روایت داریم که کسی که چیستا بسم الله الرحمن الرحیم بخونه، از 19 امو ملکی که معذف بالای جهنم است از عذاب ازوان نجات پیدا میکنه. چرا که بسم الله الرحمن الرحیم چند است؟ 19 حرف است. و بعضی میگه نه، شب و روز 24 ساعت است. چند ساعت است؟ 24 ساعت. 5 وقت نماز الله سر ما عبادت فرض کرده، این را انجام میدیم. چند ساعت باقی میمانه؟ یک ساعتش به عبادت ها 19 ساعت. بسم الله الرحمن الرحیم در برابر 19 ساعت است. خود چی رقم در برابر 19 ساعت است؟ حکمت ازیرم بدانیم. تو در 19 ساعت
اگر نان خوردی، اگر بیرون شدی از خانه، اگر درون شدی خانه، اگر بازار قدم زدی، اگر گل بالا کردی، اگر بیل زدی، اگر قلم در دست گرفتی، در کلی امور در اولش چی گفتی؟ بسم الله. کل کارا و عملی تو چی گشت؟ عبادت گشت. 19 ساعتی تو تکمیل به چی کردی؟ به عبادت کردی. در حقیقت 24 ساعتی تو مکمل به عبادت کردی. بسم الله قدر و قیمت داره اگر کسی بدانه که هر عملی خدا آغاز به کی بکنه؟ به بسم الله بکنه. چرا؟ امو عمل به نام الله شروع کردی، اظهار کردی که یا الله این توفیق تو دادی و با توفیق تو یه عملی ما پیش میره. این خودش یکی از جمله مهمترین رکن بندگی است. اظهار عاجزی به پیش الله تبارک و تعالی کردن چی است؟ رکن بزرگ عبادت است و این تو کرده. دیگه هم بعضی علما در اینجا گفته که در عدد عشرات خردترین عشره که 10 است او است و بزرگترین احاد است که 9 است، از او خاطر 19 است. دیگه نکته ها هم بیان کرده، لیکن اصل بس الله تعیین کرده. چرا 19؟ چرا کم نه؟ چرا زیاد نه؟ این کاری ما نیست، این کاری امی کفار است که پشتی سر الله برای ما بیان میکنه. و ما جعلنا اصحاب النار، ما نگردانیدیم اصحاب نار. اینجا اصحاب به معنای ملازمین نیست، اینجا اصحاب به معنای پیردار است، محافظین، محافظ و پیرداری آتش ما نگردانیدیم الا ملائکتا، مگر ملائکه. چرا اگر انسان باشه باز دلش میسوزه؟ چرا که جنس سری جنس دلش میسوزه؟ نه، ملائکه مقرر کرد که هیچ نوع مامور به ترحم و شفقت نیستن که واسری کسی شفقت و ترحم بکنه، بلکه علیها ملائکتون پیش خواندیم غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم است. یکی ملائکه گردانیدم که توانی مقابله را هیچ کس مقابلش نداشته باشه. و ما جعلنا عدتهم، نگردانیدیم شماری همی ملائکه الا فتنه للذین کفروا، مگر سبب امتحان، سبب گمراهی، سبب عذاب گردانیدیم للذین کفروا، برای کسانی که انکار میکنن از نظام الله. به این خاطر گردانیده. سبب امتحان چطور است؟ یا امتحان میشه که آیا ایره تصدیق میکنه یا که به باد هوا و مسخره میگیره، او یا به باد چی گرفت؟ مسخره گرفت. یا سبب گمراهی. چرا؟ یا گفتن گپای پیغمبر هیچ کدام حقیقت نداره، 19 ملک است کو و این قدر مخلوق جهان است کو که یا کلی مخلوق جهان نافرمانی امی پیغمبرها را کرده. یاره 19 ملک به یا چی میرسه؟ که یاره جمع کده میتونه. پس معلوم شد که گپی پیغمبر میگه نعوذ بالله دروغ است. این سبب چیشان شد؟ گمراهیشان شد. یا سبب عذابشان. چرا؟ سبب عذاب براشان چرا میشه؟ به خاطری که ریشخند میزنه، ها 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 خنده کنه، چند تایش تو میگیری، چند تایش مب چپا کنم. این سبب عذاب است. یک نکته فتنه برای کفار. دوم لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، یکی خوب یقین کنه، پخته شو یقینی و کسانی که براشان کتاب داده شده، تورات و انجیل. در یک روایت میاد یهود پرسان کردن یکی پیغمبر سری دوزخ چند ملک است؟ تا او وقت بالای پیغمبر علیه السلام وحی نشده بود. وحی آمد که علیها 19. وقتی که به اهل کتاب گفته شدن چپ باقی ماندن، اعتراض نکردن. معلوم شد که یه عدد موافق امو چیزی بود که در کتابای خودشان ذکر بود. وقتی که یا چپ شدن، یقین مومنان دیگه هم چی شد؟ بگه محکم شد. از او خاطر و یزداد الذین آمنو، و ترقی کنه، زیاد کنه برای کسانی که آمنو ایمان آورده، ایمانشانه که بله بالکل واقعیت داره. حتی اهل کتاب که خود دانشمند میگه خبر از تورات و انجیل هستن وام ایره رد نکردن. ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب، و دیگه در فریب واقع نشون و کسانی که داده شده برشان کتاب، المؤمنون مؤمنا. یعنی آینده اگر برای کسیشان یک شک شبهه پیدا می شد، امو با کمال از بین رفت که بله سری جهنم فقط 19 ملک مقرر است، یا طایفه هاست امیس یا سردارایش است یا تنها خود یمی 19 است. خب ولیقول الذین فی قلوبهم، و دیگه که بگویه آیتا خواهین در وقت بود، منافقین خواهین پسان پیدا شده. پیشنگویی قرآن کریم است. قبلا نیگه پاره میگه که آینده باز منافقین بگویه
او کسانی که فی قلوبهم در دلشان مرض است، این دیگه شامل میشه تا روز قیامت. آلی هم یک تعداد بدبختان نعوذ بالله اگر این آیت ها را میشنوه شبهه میکنه یا نمیکنه؟ کسایی که قطی غربی ها قطی شرقی ها هم نشین هستن وای نمیره کم مستشرقینش اعتراضات انتقادات میکنه یا هم در پالوی از امو اعتراضات گوش میکنه و پس میایه در وطن خود امی شبهه ها را میکنه. قرآن از وقت خبر داده ولی یقول مضارع است که بگویه او کسانی که فی قلوبهم در دلایشان مرض نفاق است یا مرض شبهه وقوع قیامت است یا مرض حساب و کتاب است، امو کسایی که خب یقین نداره باز این انتقادا را میکنه میگه 19 ملک چی میتونه؟ والکافرون کفار بگویه که ماذا اراد الله، چی چیز اراده کرده الله بهذا به عدد مثلا از روی مثال چه رقم بر ما بیان میکنه که 19 ملک است. کذالک یضل الله من یشاء، مثل که توسط سخن بعضی هدایت میابه بعضی گمراه میشه، اینمی قسم گمراه میکنه الله من کسی را یشاء که بخواه او گمراه کسی را میکنه که تصدیق نکنه، قدرت الله را نادیده بگیره، سری ملائک نعوذ بالله مسخره بکنه، ملائک کم بدانه. اینا و یهدی من یشاء، هدایت میکنه کسی را که الله بخواه. البته هدایت و گمراهی در دست خودت است. اگر راه یقین پیش گرفتی محول کردی که الله قادر مطلق است، یخو 19 است، اگر یک ملک هم باشه الله اگر برش قدرت بده کل گیر عذاب داده میتونه. اینی را الله هدایت میکنه. او کسی که نعوذ بالله وی 19 دانه من خوب پالوان هستم 5 شخو چپا میتونم، یک 5 دیگه پالوان چپا میتونه، اینطوری میگه. و ما یعلم جنود ربک، کسی توهم نکنه که الله در این قدره. البته لشکری دیگه نداره، عاجز است بیچاره که لشکری دیگه را پیدا بکنه. الله نفکردی تصوره. و ما یعلم جنود ربک، لشکر الله خیلی زیاد است که نمیدانه لشکری پروردگاری تا الا هو بغیر از الله. در آسمان ها آنقدر ملائک است که برابری چی یک بلس جای پیدا نمیشه مگر در عبادت الله و چیستا مصروف هستند. تو چی میگی؟ و ما هی الا ذکر للبشر، از این خاطر ملائک الله وظایف متنوع داره و در هر وظیفه موظف هستند به میلیاردها، به الله معلوم است. و ما هی، اینجا چند معناست. و ما هی نیست آیات قرآنی الا ذکر، مگر بیدار کننده. یقینا انسان یک دم هوشیار میکنه بیدار میکنه للبشر، برای هر انسان بیدار میکنه که ای انسان مسئولیت داری در اینجا. پیش روی دینی رقم جهنم و جنت وجود داره، راه جهنم و جنت از همین دنیا انتخاب میشه، کدام راهش روان میشی انتهای در کجا میشه. قرآن آیاتای قرآن ما را آگاه کرد که اینی رقم است. یک یا مراد از پیش آتش جهنم است. و ما هی نیست آتش جهنم الا ذکر، مگر بیدار کننده است بشر که ای بشر آتش جهنم اونجا وجود داره، تو از اینجا آمادگی بگی برای خود نگاه کردن کدام اسباب است که از او آتش آدم نجات پیدا کرده میتونه که او ایمان و عمل صالح است. دو و ما هی، یا نیست اینمی لشکری که الله میگه که از ملائک است الا ذکر للبشر، مگر محض یا داوریست برای بشر که بشر لشکری الله برات اینطور تفصیلا نمیگیم اجمالا که غیر از الله دیگه کس نمیدانه. بری تو یاد میکنه که لشکری الله خیلی زیاد است، هیچ وقت لاف نزنی که من اینطور میکنم. لشکری الله زیاد است، اگر الله امر بکنه تو به کسی هم نمیرسی. خب کلا والقمر، کلا نه نیست مناسب بر انسان که از نعوذ بالله 19 ملائکه کم بدانه یا نعوذ بالله بگویه که الله چی خواسته چرا 19 را ذکر میکنه، چرا زیاد نکرده، چرا کم نکرده. این گپا برای انسان مناسب نیست. والقمر، قسم به قمر مهتاب، واللیل قسم به شب اذ ادبر، در آن وقتی که میگذره یعنی پشت میکنه، پشت دور میده میگذره صبح میشه. و الصبح اذا اسفر، قسم به صبح در آن وقتی که روشن میشه. انها لإحدى الكبر، یقینا امی قیامت یکی از جمله چیزای خیلی بزرگ و مهم است. اگرچه عالی‌ها ریشخند میکنه، چرا چند روز الله مهلت داده لیکن باز معلوم میشه که چی طور گپ است. یک اینها یقینا آیات یا دلایل قرآنی لإحدى الكبر، یکی از جمله نشانه های خیلی بزرگی الله تبارک و تعالی است. چرا؟
آیات قرآن اعجازش برای کلگی معلوم است، هیچ کس توانی مقابله را نداره. الله اشاره میکنه شما مقابله ملک میکنی، آیت قرآن که مثل ملک نیست، ایره تالی را توانی مقابلش نداری، چی جایی که از ملک چی مقابله بکنیم. یا استا انها لاحدى الكبر، یقینا اینمی عدد فرشته ها یکی از جمله علامات بزرگ یا کارهای مهم و بزرگ الله تبارک و تعالی است. راجع خوب است که قیامت گرفته شود، چرا که حالات قیامت در اینجا ذکر شده. انها لاحدى الكبر، یقینا قیامت یکی از جمله اموری است، یعنی چیزایی است که خیلی مهم و بزرگ است. چرا اونجا قسم به قمر یاد کرد و اینجا میگه که قیامت یکی از جمله امور مهم است. اشاره میکنه که قمر میبینی یکی از جمله سیاره های بزرگ الله که به نظم دقیق در وقت وادی خود پیدا میشه، بعد از او از بین میره. امور رقم که الله به وظیفه مقرر کرده او را پیش میبره، باز بعد از او انقلاب میاد، شب میاد، روز میاد، یا کلش دلالت بالای قدرت عظیم الله میکنه. پس آوردن قیامت و مقرر کردن 19 ملک هم بالکل این دلیل بالای عزیزه که الله تبارک و تعالی قدرت داره. یک. دوم قسم به قمر است که در شب پیدا میشه، اشاره میکنه که در اول ظهور قرآن و عقاید اسلام به مثل قمر است که کم کم روشنی میکنه، لیکن زیاد روشن نیست، بلکه گوشه گوشه بعضی جاها تاریک باقی میمانه. لیکن و صبح اذا اسفر، صبح در آن وقتی که خب چی شوه روشن شوه. قرآن اینمی طور میشه، یه عقاید در روزی میرسه که مثل آفتاب بار کلی زمین روشن کرده باشه. عقاید اسلام در سرحد میرسه که در گوشه گوشه جهان امی روشنی را برسانه و این واقعیتا برملا شوه به مردم. آیا بالکل امطور است؟ یک مانا. یا نذیرن، امی پیغمبر نذیرن للبشر، یا بیم دهنده است برای انسان ها، از او عذاب متوقع میشه. قیامت یا پیغمبر هر کدامشان بیم میده. یعنی اشاره میکنه که هدف آفرینش قیامت هم فقط این نیست که انتقام گرفته شود، بلکه به خاطر عزیزته وسیله برای تربیت انسان هاست، انذار انسان هاست که انسان ها مقصد زندگی خود بفهمه، مشخص کنه راهی را که سبب نجاتش است. به این خاطر الله این بیان قیامت و این حالات قیامت بیان میکنه، این برای انتقام نیست. یا است که اصلی مقصد هدف از روان کردن پیغمبر این نیست که ملکی و میری سری مردم بکنه، بلکه او بیم میده شما را از او عذابی که روز فردا دامنگیریتان میشه. باید قدری پیغمبر خیلی زیاد داشته باشه. بجای از اینکه را تکذیب میکنه، قول از این سحر و خودش ساحر میگه، یا قولش شعر و خودش شاعر میگه، بجای از این بسیار قدر و قیمت از این را میکرده که ما را خبردار میسازه از او عذابی که دادم روی ما میه و امروز تیاری بگیریم که چه رقم از او عذاب خدا نگاه میکنیم. لمن شاء منکم، از او خاطر هر کسی اختیار داره. لمن شاء منکم، برای کسی که میخواه از جمع شما، ایتقدم که پیش شوه، او یتأخر پیش شوه برای ایمان آوردن، طاعت کردن، دعوت پیغمبر پذیرفتن، او یتأخر یا پشتی سر شوه، نعوذ بالله اعراض بکنه این دعوت نپذیره. این کلش پیغمبر انذار میکنه خو عالی اختیار یا انتخاب مسیر پیش شماست که تقدم میکنه یا تأخر. یک توجیه. دوم توجیه، برای کسی که میخواد از جمع شما ایتقدم که پیشوا، یعنی چی اعمال خود او اعمال خیشه که پیش میفرسته، او یتأخر یا پشتی سری تو اعمالی را انجام داده که پشتی سر برش میرسه، نیک یا بد هر کدامش کی باشه. سوم توجیه، ایتقدم که پیش فرستاده و یتأخر یا پشتی سر، معنیش ایتقدم منظور است که در طاعت تقدم کنه، یعنی وقتی که امر میشه برش دستی قدم پیش میکنه، در آن وقتی که نهی میشه از یک کدام بالکل خدا پشتی سر میکنه، امو رقم که نهی برش شده. دیگه توجیه هم است. او یتقدم و یتأخر، یعنی یک چیزی رقتی خود برده مال خدا صدقه کرده یا نفقه کرده، او یتأخر یا پشتی سر به وارثای خود گذاشته، این کاری خودش است، در دست خودش است. کل نفس بما کسبت رهینه، هر نفس هر فرد از افراد بما کسبت به او عملی که انجام داده کسب کرده در دنیا، رهینتون مقید است، محبوس است، گرو است. در اصطلاح ما و شما این را گرو میگیم. هر نفس با آن چیزی که ای انجام داده در گرو است.
اشاره میکنه که نفس انسانی مثل که در زیر یک قید باشه. مراد از قید چیست؟ احکام الله، تکلیفات الله بالای انسان به مثل یک اونمو چیزی گرو شده واری است که در قبضیت است، مالک از پیشش استفاده نمیتونه. اینمی قسم وجودی ما در گرو اینمی اعمال ماست. زمانی که امر الله را انجام بدیم در اون صورت مثل که نفس خود آزاد کردیم، یعنی مثل که امو پیسه را ادا کردی. اگر نیک عمل انجام ندادی همیشه اینمی رقم هستی، آزاد کردن نمیتونه مالکیت. چقدر تشبیه مهم است، شما خوب گوش بگیرید چقدر تشبیه مهم است. اگر چیزی را از کسی گرو کردی، موضوع گرو بفهمی این در دین در شریعت وجود داره. پیغمبر علیه السلام گرو داده، حتی در آخری عمرش هم اون یک درع یا زریش در پیش یهودی گرو بوده. گرو به خاطر ضمانت است. این شما هدایه را بخوانید که رهن چی رقم تعریف میکنه. ما خب به علماء ایران ماندیم که اونجا کتابایشان گرو تعریف میکنه که وثیقه است، وثیقه مالی، ضمانت مالی است برای از اینکه برای کسی که کمک کرده قرض داده او هدر نشوه که آدم فرار کنه، انکار کنه، امین مال به طریق ضمانت برای تو باشه. از همون خاطر است در سفر اگر شاهدانه باشه، کاتب نباشه، اونجا مسئله گرو ذکر بشه. یک چیزی باید گرو شوه، به خاطری که شاهد وجود نداره این کار نکنه، کاتب وجود نداره که خط از پیش بگیری، اقرار خط آلی باید یک چیز پیشت گرو باشه. گرو یک معامله برای چی نیست فایده، مثل بیع و شرا واره، اجاره واره، شرکت واره، مضاربت واره. معامله نیست که اونجا سرش فایده و نقص مرتب شوه. امروز که امی برادرای عوام ما میگه که پیسه مرا او گرفته، خانهش ما از پیش کار میگیرم، او از پیسه ما کار میگیره. این در صورتی درست میبود که معامله مثل بیع واره میبود که در این نقصان و فایده مرتب میشد. اما گرو به این خاطر است که تو فقط و فقط مالت به امن باقی بمانه. این برای تو ضمانت است. اگر او آدم فرار کرد، انکار کرد، امو قدر مقدار مال قطعی تو اینجا موجود است، انکارم نمیتونه، فرارم نمیتونه. این بهترین طریقه برای حفاظت مال خودت است، دین خودت است. یعنی دین خدا، قرض خدا حفاظت میکنی توسط ازی. خودی قرض چی فایده داره برای هر مسلمانی که برای رفع حاجت ازو ضرورت پیدا شده، 1 روپیه میدی یا میلیون ها روپیه میدی، این چقدر ثواب داره. این قرض حسن گفته میشه. الله تبارک و تعالی اونجا ثواب میده، تو در حقیقت اینجا اجر داری که ثواب است. آلی اگر تو اجر دنیا را طلب داری، فایده را، اینی را برات میگه که اونجا این کاری آخرت بود، گرفتی کاری دنیا جور کردیشه، از او خاطر این سود گفته میشه. این درست نیسته. او رهن سوره بقره میه چی میشه؟ فرحان مقبوزه. چطور است؟ رهن که قبض شده است، نه او که منتفعه گفته باشه که نفس پیش گرفته شه. بله، از این استثناء کرده پیغمبر علیه السلام هر آن چیزی که تو محنتی از او را میکشی، باز در مقابل فایدهش هم بگی. بز است، گوسفند است، مرکب است، اسب است، قطع تو شتر است، گرو شده، آب و علفش میدی، تو در محنتش هستی، زحمتش تیر میکنی، سوار هم سرش میشی، شیرش هم میخوری. در مقابل زحمتت اونجا راحت ازیرم بگی. اما در خانه تور نیست، در زمینی تور نیست. بله، اگر در خانه میشینی، هر قدر که کرای خانه است، بدون از اینکه ایله جور کنی، ایله نه، بنی اسرائیل خود جور نکنه. بدترین شخص اون مسته که احکام الله را ایله بازی میکنه. اون الله مسخه کدواره، شادی واره، خنزیرا واره. چرا؟ حکم الله را حرام گفته، تو ایله جور میکنی، حلال جور میکنی. اسقاط عین نمی چیز است. چیزی که حرام است، مال مردم حرام است که بخوریشه، تو ایله جور کرده که به این طریقه خیر است میخورم. اگر یتیم است، اگر هر کس است، طریقه را برای خود جور کرده برای حلال ساختن خوردن او مال. اینجام برای حلال ساختن امی خوردن مال تو طریقه به خود جور کردی. خانه 10,000 کرایش است، تو 1,000 میدی. عجیب گپ. 9,000 تو فایده نکردی، این تو سود نگرفتی. این قطع علما بشینه قطعش دلیل بگویه، سنجش کنه. مردم مکمل کابل در 100% 60% مردم امی کار، اینمی کاربارش است، اینی کار میتونه. اگر تو بگویی که نه من نمیتونم کار، پیسه دارم، الله برات راه دیگه پیدا کرده، مضاربت بده. شخصی امین پیدا که برای مضاربت بده، خانه تا اجاره بده برای 5 ساله. سیسته با نرخی کم، پیسه ضرورت داری،
برای 5 سال خانه تا بده، کرای خانه میشه 10,000، تو ده 5,000 قناعت بکو، 5 ساله برش بده، پیسه تا بگی یالی خودت ضرورتی تا دفع کو. ایره میگه رضامندی، ایره میگه اجاره. راهی دیگه وجود داره، اما در سری خودی راهن فایده مایده گرفتن همیشه. او یکی میگه من چی میکنم 500 روپیه چی ماندم که برای من حلال شوه. عجیب است، الله را فریب میدیم، یخادعون الله، با الله معامله فریب میکنیم، الله نمیبینه، امی حالت نمیبینه. اکثر مردم ها، خیلی کم مردم ها پیدا میشه که گروه به خوشخوشان از تب دل خود یک چیز گرو میکنه، تا که مجبوریت قوی سرش نبیه هیچ کس خانه خود گرو نمیکنه. او مجبور شده بیچاره، یا توی پیش رو داره، یا بیادر و بچهش بندیسته، یا کدام معزلی دوا و تداوی و مریض پیشش است، او ضرورت به پول داره، از تو پول میگیره. تو مسلمان هستی باید قطعش کمک بکنی. امروز راهی قرض مکمل بند کرده. هر کس که قرض طلب میکنه از پیش چی مطالبه میکنه؟ میگه خانه تا بده، دکانی تا بده، زمینی تا بده. بس ایران مانده. حالی کسی که خانه و دکان و این گپ نداشته باشه حالی چی کنه؟ در مشکل گیر آمده، حالی چی را گیره بده؟ خدا گیره بده. چی طور بکنه؟ اسلام خمیره میگه که در موقعی که الله سر تو انعام کرده، احسان کرده، از این نعمت الله استفاده بکو، به او حاجتمند، به او آدمی که ضرورت داره بده، که الله سرت رحم بکنه. تو چطور خود مسلمان میگی؟ امروز کلی راه ها را بند کرده. ملا صاحبا در تلویزیون شما باور به الله بکنی یا مذهب خدا نمیفهمه، به نام بیع جایزی الها برش جور میکنه. اما بیع جایزی را میتور نیست. اما علمام که بیع جایزی را گفته، فتاوی شامی نوشته کرده، میگه در صورتی است قرآن کریم ما ضرورت پیدا کردم، قرآن خدا لی میفروشم. شیخ صاحب عبدالکریم گفت که مولوی صاحب قرآنی تا خو خریدم، خو من خوب میفهمم که تو خیلی زیاد دوست داری، با 100 روپیه مرا دادی مولوی صاحب، در هر وقت که 100 روپیه را پیدا کردی امی قرآن کریم به می نرخ ما پس برات میدم. ایره وعده میگه. چی میگه؟ از او خاطری را بیع وفا میگه. تو وعده کردی آلی وفا بکو. آینده 100 روپیه را پیدا کردم، شیخ صاحب میگم شیخ صاحب قرآن کریم ما این 100 روپیه تا او پس برای ما میده، چرا که وعده کرده بود. این در صورت سیستی این بیع که قبل از عقد شرط نمانی که ما به این شرط قرآن کریم برات میفروشم که دیگه وقت به می نرخ سر ما چی کنی؟ بفروشی. چرا؟ پیغمبر نها عن بیع و شرط. او قاعده اصول فقه تان است که هرگاه بیع اینطور یک شرط بگذاره که منفعت یکی از متعاقدین باشه، یا بایع یا مشتری یا از هر دویش، او بیع چی است؟ فاسد. او بیع درست نیست. چطوری الله این گپا میگه؟ باز شامی نوشته کرده اگر این شرط قبل از عقد نماند لیکن در بین مردم معروف و مشهور بود، میگه المعروف کل مشروط. امی معروف هم مسلم مشروط است، آلی بازی بیع وفا درست نیست، این معامله درست نیست. این الله ما چون از کجا فتوا میده، یا چه قسم مذهب خود مطالعه میکنه، یا چه قسمی گپا را میفهمه. من ایران موندم که چی رقم عالم است که در مسند فتوا نشسته و نمیدونه که ما چی رقم بگیم. مردم نعوذ بالله به سود مبتلا کرده کلی عمر. سودخور کیست؟ این صبحی ما در ترجمه اونجا خواندیم، ترجمه لفظی میکنیم. 73 باب از صورت ها از سود است، اما خردترین صورتش مثل که قتل مادر زنا میکنی نعوذ بالله. دیگه چی برات باقی میمونه؟ این چرا اینقدر گناهش سخت است؟ ترحم از بین میره، شفقت از بین میره، اسلامیت از بین میره. تو یک برادر مسلمانت که در جنجال مشکل گیر آمده مساعدت نکو. همی کمال و امتیاز تو، همی ثواب تو از کجا کمایی میکنی؟ که اگر امو حاجتمند نباشه تو قطعش کمک نکنی، همی امتیاز تو از کجا میگیری؟ الله برات همی امتیاز میده. ولی با تاسف الله تبارک و تعالی رحم کنه کل گیره. خب بسیار مهم گپ است. اینجا گپ در سری از آمد که هر کس به اعمال خود گرو است. اعمال تو را گرو کرده، اگر امر الله را، فرمان الله را، دستور الله را اجرا کردی خدا آزاد کردی. مثل که چیزی تا کسی گرو کرده بود، تا وقتی که دینش نپردازی، پولش نپردازی و چیزا برات نمیده. نفس و وجودی ما مکمل گرو است پیش الله. اگر اوامر الله را انجام دادیم نفس ما آزاد، اگر ندادیم بس دیگه دونمو بند استیم. الا اصحاب الیمین، مگر کسانی که صاحبان یمین است، کسایی که دفتر اعمالشان در دست راستشان داده میشه، یا گرو نیستن. چرا؟ یا خود در حقیقت گروی خود در دنیا آزاد کرده بود،
مکمل. همون چیزی که الله برش داده بود اشاره به این میکنه که الله برات داده چی را؟ وجودیت او وجود پس وقتی الله قبول میکنه که فرمان الله را بپذیری. اگر فرمان نپذیرفتی الله باز نمیگیرت، یعنی هیچ نمیپذیرت. اینجا فی جنات در باغ هاست، یتساءلون یکی از دیگه خود سوال میکنه عن المجرمین، در مورد مجرما. از این معلوم میشه که مکالمه در بین خود جنتیان صورت میگیره و مکالمه در بین جنتی و دوزخیان صورت میگیره. چی رقم؟ جنت در اعلای علین و جهنم در چیست؟ اسفل الاسفلین است. این قدرت کی داره؟ الله. امروز ما و شما اینجا هستیم، اون موبایلی که عیناً صورتی که اقارب د امریکاست قطش سخن میگی و میبینیش. همینطور برآمده، همینطور موبایل یا نبرآمده؟ خب برآمده. این کار بشر میتونه، الله نمیتونه. که از او خاطر در اینطور موارد آیات هیچ نوع شبهه در قلب ما پیدا نشود. چرا؟ زمانی که تو عقیده کردی که ان الله علی کل شیء قدیر، سوال دیگه باقی نمیمانه، شبهه باقی نمیمانه. از او خاطر اینجا دیگه پرسان میکنه اهل جنت از اهل دوزخ، نعوذ بالله. یتساءلون عن المجرمین، سوال میکنن در مورد کسایی که گناه کرده از حالاتشان. ما سلککم فی سقر، چی بلا زدتا، چی چیز داخل کرده تو را فی سقر، در دوزخ. سلککم میگه کنایه از تنگ است، او سقر جهنم خو خیلی جای تنگ است، مثل که میخه در دیوال سیمیتی میچوکی، امو رقم جهنم یاره الله تبارک و تعالی. البته جهنم بسیار حالات متنوع داره، گاهی نمیتور جای تیله میشه زده میشه، گاهی از کو پرتافته میشه، گاهی در آب غرق میشه، گاهی آتشاست، گاهی گشتما، گاهی مارا، رقم عذابا الله تبارک و تعالی پیدا کرده، البته به گناهکارای متنوع. و اینجا سوال میکنه که کی چی چیز شما را داخل کرد در آورد در دوزخ؟ قالیا میگه 4 گپ ذکر میکنه، 4 گناه خدا، عمده گناه ها. قالیا میگه لم نکن من المصلین، ما نبودیم از جمله نمازگزارا، نمازگزار نبودیم. تشریح میکنم. ولم نکن نطعم المسکین، ما نبودیم که طعام میدادیم مسکینه. 2. سوم و کنا نخوض مع الخائضین، ما بودیم که فرو می رفتیم در امور باطل، پیوسته با اهل باطل هم نشین و هم صدا بودیم. مع الخائضین، باطل پرستا که مجلس های غلط جور می کرد. و کنا، ما بودیم نکذب بیوم الدین، روز جزا حساب و کتاب ما تکذیب می کردیم، می گفتیم نیسته. 4 گپا ذکر میکنه. حتی اتانا الیقین، تا یکی بر ما مرگ فرا رسید، حالی درک کردیم که چی گپ به درد میخوره و ما چه قدر خساره کردیم. یک معنا یقین به معنای مرگ است، وعبد ربک حتی یاتیک الیقین. 2 یقین به معنای او باوری است که بعد از مرگ به انسان حاصل میشه، حالتا را ببینه، اونجایی که حساب و کتاب شروع میشه. حالی یقینی از یا میگه تا که یقینی ما پیدا شد که بله و یقینا که محاسبه حساب و کتاب است. 4 نکته را یا بیان میکنه. اول میگم ما نمازگزار نبودیم، برای ما معلوم میشه که اولترین نمونه ایمان انسان چیست؟ نماز. او بعد از عقیده توحید الله، از نماز که بزرگترین عبادت دیگه نیست. از همون خاطر هر عبادت به ترکش کفر لازم نمیشه. اگر روزه است، تنها در مورد حج هم یک قول وجود داره، اگر او زکات است، اگر او حج است، اما به ترک نماز به قصد قطعا کفر لازم است. این قول محققین علماست. کدام علمایی که کفر نمیگه، منظورشان ایسته که ما معامله کفار قطعش نمی کنیم. به نزد الله شاید کافر باشه، خب ما چون که در دیار مسلمان هست روزه میگیره، حج کرده، دیگه مراسم دین انجام میده، در این مورد برش چی کافر نمیگیم. لیکن این قول قطعا ضعیف است. چرا؟ وقتی که از زبان مبارک پیغمبر علیه السلام در این مورد گپ برآید، باز در تاویل ماویل گپ ضرورت نیست که تو تاویل بکنی. واقعا اولین علامه عقیدت نماز است و نماز نخواندی. قرآن براتان میگه که نماز ترک کردن چقدر سخت گپ است. 1 لم نکن من المصلین. خو نماز چرا میگه که نمیخواندیم؟ چرا؟ اگر نماز میخواندیم ما آلی ما چی میکردیم؟ نماز خو من نمیکرد از فحاشی و بی‌حیایی. اگر ما نماز میخواندیم الله در یاد ما می بود در هر مرحله. چرا؟ نماز بزرگترین وسیله برای یاد الله
مناجات و رابطه با الله هست و منع کننده چی است؟ بگوی فحشا و منکرات است. بالکل منع میکنه. خو نماز نبود. افسوس اینجاست که امروز یک تعداد مردم نماز میخوانه لیکن نخود مع الخائضین است. شامل و داخل هستن به امرای امو مردمایی که قمار میزنه، شراب میخوره، نعوذ بالله عیش و عیاشی میکنه، عشرت بازی میکنه، کلی از یاقتش است. معلوم شد که نمازشان نماز نیست. اگر نماز باشه واقعا یقینا که نماز انسان نمیگذاره. یقینی ایگب پیش پیغمبر علیه السلام یک کسی را یادآور شدن که فلانی نماز میخونه خوی کار میکنه. پیغمبر علیه السلام از زود است که نمازش او را چی بکنه؟ منع بکنه. آخر دیگه مرتبه دیدو صحابی که بالکل صحابی جور تیار شده، یعنی بالکل، چرا که نمازش نماز است. امروز نمازهای ما هیچ کیفیت نداره، فقط یک بیگار و ریکار است. اگر در گیری ما آمد اون بیگار ادا میکنیم، اگر نه آمد نمیکنیم. آیه بسیار سخت است. خب دوم ولم چین نکون نطعم المسکین. منظور عبادات مالی را انجام نمیدیم که بزرگترین مصرفش مسکینا بود، حاجتمندا بود. عبادات مالی شامل زکات، صدقات، کلی از این میشه. یعنی ما دل سری امیتور مردمی که قابل شفقت بود نمی سوختاندیم، طعام نمی دادیم. قرآن امیتور میگه طعام ها را خو مردم داده، شاید سری 4 کلاها زیاد خورده باشه، 2 پیازه و چیسته کوفته را، خو لیکن به مسکین کسی که مصرف است حقش است برای از اون ندادیم. قرآن ایجا میگه، نمیگه که ولم نطعم بس، میگه نه ولم نطعم مسکینه، کسایی که مصرف بودن سری از ما مصرف نمیکردیم. حالی بیای این مردم که مصرف میکنه سری کی مصرف میکنه؟ الاسقاط ده کی میده؟ کدام مسکین است؟ مسکین یک دفعه بشناسیم که کی مسکین است. اونجا خود 4 دانه لنگی سفیده که بسته کده سرا خم باقی مونده، بالا سای کده نمیتونه، شرمنده، خجالت. همون مردم او پیسه را گرفته رایسته. در کجا؟ مسکین دادن یا نه؟ بسیار خطرناک صفت است. و کنا نخوض مع الخائضین. خوض میگه در هر امر باطل، مجلس باطل شریک شدن. خائضین همون مردم است. این خیلی یک مفهومی وسیع داره. هر مجلس غلطه باطله به نام خوضیات میکنه. اگر او مجلس نعوذ بالله لهو باشه، لعب باشه، ساتیری میکنی، تفریح میکنی، خوشحالی میکنی، مطلب از پیشش افاده نمیشه، فایده گرفته نمیشه. مجلس غیبت، مجلس بدعت، مجلس ساز و سرود، مجلسی که ترحریزی میشه علیه مسلمانا، نقشه کشی میشه، مجلس پروپاگاند و تبلیغات ضد اسلام، مجلسی که نعوذ بالله استهزاء و تحقیر بالای مسلمانا شاه، کلی از یارا شامل میشه. اگر دیگه مجلس های گناه را خب بالکل گپی عادی است که او چیز مجلس قمار، مجلس نعوذ بالله شراب، کلی از یا شامل است. در این مجالس امو مجالس رقصی که در هتل است هم شامل است. و کنا نخوض ما در هر هتل حاجی صاحب 20 نفر همسایه داری، 20 نفر توی میکنه، در 20 نفر تو حاجی صاحب اول در صف نشسته هستی او خب شانای تم شور داده رویستی قطعی سازنده باز اینجا چیستا تکبیر اولام میگی. قرآن میگه و کنا نخوض مع الخائضین. اگر نمازی توی نماز میبود در اون مجلس قطعا حاضر نمیشدی، قطعا حاضر نمیشدی. خود نمازت نماز نیست. این بسیار چقدر قرآن انسان آگاه میکنه که اصل عامل چیسته که انسان اینقدر بی‌اعتنا در مورد عقاید دین میشه، آخرت فراموش میکنه. قطعی خائضین سر و کار داری، قطعی همون مردمی که بالکل قلبت نعوذ بالله فقط پشت شهوات، پشت هواپرستی، پشت عیش و عشرت دنیا قطعی از او مشغول میشی. شما فرق بکنی پیش یک عالم بری، یک کسی که واقعا قطعی دین تعلق داره که بری آخرت به یادت میاد، توجه طرف آخرت پیدا میشه، اعتنای عقیده برات زیاد پیدا میشه. ولی یک پیش اهل دنیا برو کمی بری غیر لاف است، هر کدامی لافه میزنم ای قفایده کردم من اینطور، آخر توی طور شوی که اوهو اگر هستی نمیست اگر نیستی نمیسته. این مجلس ها را باید فرق کنیم، همیشه یاد داشته باشه. این گپاسته قرآن برای ما میگه بدترین چیز برای انسانی نمیسته که قطعی هر کس هر مجلس همکار باشی. هر مجلس اگر بدعت است، اگر بس همکار استی قطعش میشینی. نه، مومن محتاط است، هوشیار است، میفهمه لحظه وقت ما در کجا تیر شوه، چه قسم تیر شوه. ما مسئولیت دارم در برابر عمر خود، از ما الله سوال میکنه. چرا ما شما در حدیث نخوندیم
لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن اربع. ده جمله ده مورد عمرش نیست و عن عمره فيما افناه. ده مورد عمرش سوال میشه که چی چیز خرج کردی تیر کردی شه سوال میکنه. قطعی طور جماعتا نشست و برخاست انسان تباه و برباد میکنه. آخریش که اصل عامل کلی بدبختی هاسته و کنا نکذب، ما مسلسل پای هم تکذیب میکردیم روز حساب و کتابه. قرآن چقدر در نکته های جالب تربیتی انسان اشاره میکنه. در انسان که انقلاب میه، انسان که واقعا محتاط میشه، انسان که عالی خط مستقیم میپیمه، او انگیزه و عقیده است که در قلب داری. کدام انگیزه و عقیده؟ یکی که عقیده داشته باشی که از من حساب و کتاب، قطعا حساب و کتاب میشه. در مورد هر کار عمل گفتارم از قطعا محاسبه میشه. عالی دیگه هیچ کدامش تو غلط استعمال نمیکنی. یک عضو تهم نه، گفتاری تهم نه، کرداری تهم نه. این رول مهم برای تربیت انسان داره. فرق نه بین مؤمن و کافر نمیسته. در اولی سوره بقره میگه الذين يؤمنون بالغیب، آخرت غیب است، تو عقیده داری و نداره، تو ترس از آخرت داری. الحمدلله شما در زندگیتون خواب سری خود تجربه کرده باشه، همینطور موقع برات میسر میشه که خب مال زیاد است، ولی از چی میترسی؟ از آخرت. مانعت است، نمیماند که بی جنایت بکنی. رمضان مبارک است، همینطور میوه خب گرمی خیلی زیاد او هیچ کسی هم وجود نداره. دمی موقع خب نفست میگه که هیچ کس نیست، بخو، چقدر لذت قوی هم داره. چی چیز مانعت است؟ آخرت. خب ما تنها در این امور امی عقیده و انگیزه مانع اینی گناه است. آیا دیگه گناه ها را من نمیتونه؟ زنا را من نمیتونه؟ سود من نمیتونه؟ گپ ده است که یه عقیده و ایمان اگر قوی باشه من نمیتونه. مثل یوسف علیه السلام واره. مثل کی واره؟ یوسف علیه السلام. او قوی بود، امی انگیزه و قوت مانع شد از هر نوع گناه. زمانی که از ما کدام جنایت سر میزنه میدانیم که ایمان ما قوی نیست. اونمو عقیده به اون مرحله نرسیده که مانع شوه. از او خاطر انسان تلافیش میکنه، تلاشی از زیر میکنه که مو عقیده قوت پیدا بکنه او مانع ازی شوه. قرآن اینجا برای ما گفت 4 چیز خیلی مهم است. عقیده در مورد آمدن آخرت، دوم پابندی نماز، خب درست، سوم قطع هر کس نشست و برخاست نه از عمرت فقط خود باید بدانی که این لحظه عمرم در کجا تیر شوه و چه قسم تیر شوه. سوم چیزی که قطعت است مصرف کو به حاجتمند، اگر علم است، اگر مال است، هر چیزی که است به او کسی که ضرورت داره به او مصرف کو. اینی برنامه یک مؤمن است. مؤمن 4 برنامه داره. ام رابطیش با الله قوی است، ام رابطیش با مخلوق الله قوی است که طعام میده. نماز میخونه رابطیش با الله است، طعام میده به مخلوق الله، با مخلوق الله رابطیش قوی است. دیگه چی میکنه؟ ایقتی نعوذ بالله حواس بازی سر و کار نداره، شهوت بازی، عشرت بازی سر و کار نداره، بلکه زندگی محتاط میکنه. چرا؟ به خاطر که روز قیامت محاسبه را عقیده داره. قدم ازی محتاطانه است. الله نصیب بکنه این 4 گپه. خلی که امروز مردم ببینی که اعتنا به نماز میکنه تمام عمر. آلی یکی از جمله وسایل خیلی بدبختی ما اینمی تلویزیون است، این مع الخایضین است. واقعی است اهل باطل هستند. فیلم های غلط جور کردن، ساعت های خنده را، ساعت های مذاق جور کردن. او تم قطش مشغول هستی یا نیستی؟ و کنا نخوض مع الخائضین. اما مردمی که اینمی طور از مسئولیت خداگاه نبود، از آخرت خداگاه نبود، قطعا موضوع سر و کار داشتیم. امی تلویزیون ها در بد، موبایل هم عیناً دمی و کنا نخوض مع الخائضین داخل است. اینجام امو کسایی که عکس‌ها و صورت تصویرهای غلطه، موسیقی های غلطه، فیلم های غلطه درج کرده، همیشه میبینه، همیشه میشنوه، اونمو گپیش است. خب کل عملش و کنا نکذب بیوم الدین، روز جزا و حساب و کتاب ما منکر بودیم. حتی اتانا الیقین، تا ای که بر ما یقین آمد مرگ آمد. از این آیات ها معلوم شد که کفار مکلف به ادای فروع هم است. الله مثل که سری عقاید برشان عذاب میده، سری فروعات یعنی احکام فروعی که نماز و گپاسته، سری ازیم الله عذاب برش میده. چرا؟ خودی از اینا بیان میکنه. فما تنفعهم نفع نمیده یاره شفاعت الشافعین، سفارش کننده. اول خواهیت اشاره میکنه که سفارش یا کسایی که شفاعت میکنه زیاد هستند. انبیاء علیهم السلام، علما، شهدا، اطفال خرد، قرآن، روزه، در احادیثی ثابت است که یا شفاعت میکنه.
شفاعت کننده خو زیاد است، لیکن به این تو مردم شفاعت هم نصیب نمیشه. ولو که شفاعت کننده خیلی زیاد است، اصناف یا گروه های مختلف است، برای از یا نفع نمیده. چرا؟ تا وقتی که عقیده توحید وجود نداشته باشه شفاعت کسی برش شده نمیتونه. چرا که شفاعت به اذن الله است و اذن الله برای کسی است که عقیده توحید الله را داشته باشه، یکتا پرست باشه. فما لهم عن التذکرة معرضین. چه شده یاره که از نصیحت قرآن معرضین اعراض میکنه؟ تذکره. چه شده یاره که از نصیحت قرآن معرضین؟ تذکره او قرآنی که یادآور شده همینطور حالتا را برش، او قرآنی که حساب و کتابه برش بیان کرده، او قرآنی که برش گفته که اینمی عمل کرده شما این سبب جهنم است و خلاف از این سبب دخول جنت است. قرآن یاد کرد بر ما یا نکرد؟ بله یاد کرد. الله میگه چه شده یاره که از این نصیحت بزرگ که قرآن کریم است معرضین اعراض کننده هستند، حتی نمیشنوه، مطالبش گوش نمیگیره. که انهم حمر مستنفره. از قرآن آنقدر نفرت داره تو گویی که یا گورخرایی هستند. مستنفرتون که یک دفعه فراری شده الا شده. گورخره شما خود تلویزیونات دیده، سخت که شیر ببینه بس دیگه همینطور یک حالت وحشتناک سرش پیدا میشه که پرسان نکو. همچنان شکاری را که ببینه در تمام چیزا حیواناتی که شکار میشه گورخر واری خیلی زیاد فراری و خیلی زیاد چی دیگه نیسته. از این خاطر قرآن میگه فرت من قسوره، که فرار کرده باشه من قسوره از شیر. قسوره صیاد یا شکاری را هم میگه. بل یرید کل امرئ منهم، بلکه اراده داره هر کدام از یا منهم یؤتی صحفا منشره. خدا اینقدر بالا میتراشه. قرآن خو اینجا میگه که از چیسته از قرآن بسیار نفرت داشتن. الله رحم بکنه، الله رحم بکنه. امروز مؤمنای ما از ترجمه قرآن فرار میکنه. شما باور بر الله بکنی از ترجمه قرآن در مسجد که ترجمه قرآن شروع میشه میدیستی زودی که در تسبیحات خودم تکمیل نمیکنه، فرار میکنه که باز ترجمه قرآن شروع میشه ما در ترجمه نمیشینیم، ضرورت به ترجمه نداریم. این را گفته رایسته. امروز این صفت دکی پیدا میشه. حالی ما بگیم که نه این در مورد کفار است. هر کس که از کتاب الله اعراض میکنه، این نصیحت الله را گوش نمیکنه، از پیام عمیق کتاب الله هیچ مطلب نمیگیره. ما کی گرفتیم دمی قرآن نشستیم؟ عمرای ما تیر شده که قرآن برای ما چی پیام داره، کدام را نشان داده، ما کدام طرف روان هستیم، چی چیز پیش روی ما آمده است، از جنت از دوزخ چی چیز براتان بیان کرده. قرآن بیان میکنه لیکن مردم نفرت میکنه. بل یرید کل امرئ، بلکه یا اراده داره هر کدام از یا منهم از امی کفار ایوتا که داده شود صحفا منشره، صحیفه ها یعنی کتابایی که منشره سرگشاده باشه. ما و شما میگیم ای خط سرگشاده برای ما بیا. یک مرتبه ابو جهل میگفت با پیغمبر علیه السلام، گفت ما تا وقتی قبول نداریم که ورق بیا ورق که فلان ابن فلان اینی طور تابیداری بود. یک خب این عالی در این وقت چطور گپ است؟ عالی مردم ها قرآن نمیفهمه، میگن نه 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 ما از زبانی تو نمیشنویم، بر ما باید داده شوه میطور قرآنی کریم که خودی ما خوانده بتانیم، باز وقت ما قبول داریم او وقت باز میپذیریم. خود تو محنت بکو الله برات میده. برو تو محنت بکو. چند سالی تا در ترجمه قرآن کریم تیر کردی؟ تیر کو که چرا الله برات نمیده؟ خود تو محنت بکو اینطور خود نمیشه. نه میگه چون که به ما داده نشده از شما را ما قبول نداریم. زیادتر به نام علمای ما امیگه پاره میگه کلا. الله میگه نه نه نیست مناسب که تکذیب شوه روز قیامت، نیست مناسب که از نصیحت قرآن فرار شوه، نیست مناسب که اعراض از قرآن شوه. بل لا یخافون الاخره، اصل عامل است که مردم ترس از آخرت نداره. اشاره میکنه که اصل تاثیر کدام مؤثر چیز در انسان چیست؟ ترس آخرت است. ترس آخرت شما را وادار کرده که در اینجا بیایید قرآن بشنوید. چرا؟ به خاطری که قرآن برای ما راهنمایی میکنه که راه نجات ما کدام است و راه هلاکت کدام است که بشناسیم، خودداری کنیم. کسی که ترس آخرت داشته باشه. کلا نه نه نیست مناسب برای انسان که خوف از آخرت نداشته باشه. انه تذکر، یقینا قرآن بالکل تذکر است. شعبه های نصیحت مختلف داره. از هر طرف ما را نصیحت میکنه برای ما یاد میکنه. گاهی منظر عجیبی سوال و جواب پیش میکنه،
گاهی عذاب آخرت برای ما بیان میکنه، گاهی نعمتهای جنت، گاهی سوال و جواب جنتی و دوزخیاره، گاهی دلایل وقوع ازواره، گاهی حالات بدی کفاره. یک رقم نصیحت قرآن به ما پیش میکنه. فمن شاء ذکر، کسی که اراده داره خوش داره ذکره یاد میکنه، مطالب قرآن در ذهن خود میگیره، به مقتضایش عمل میکنه. و ما یذکرون، یا نصیحت نمیگیرن قبول نمیکنه، الا ان یشاء الله، مگر که الله بخواه. مشیت الله که شوه نصیحت قبول میکنه. مشیت الله در حق کسی است که خود عاجز به قرآن میگیره، خود محتاج به قرآن میگیره، الله به این طور آدم نصیحت در قلبش مندازه. با او کسی که تکبر کرده دمی مسجد است، دینمی جا نزدیک است، لیکن کلکینی خانه خدا بند میکنه، دروازه را پیش میکنه که صدا را نشنوه. اوی نصیحت قبول نمیکنه. الله نخواسته، الله نخواسته که ده حق برسه. چرا؟ الله نخواسته. الله خواسته، اسباب داده، زمینه را مساعد کرده، پیغمبران را روان کرده، استعداد برش داده، خود نخواسته دروازه و کلکینه بند کرد که آواز قرآن نشنو. از کجا؟ و اینجا الله میگه و ما یذکرون، نصیحت نمیپذیرن الا یشاء الله، مگر که الله بخواه. الله با کسی میخواه که و اینمی قسم اسبابی که الله برش داده او را استعمال کنه برای خواستن، بعد از او الله برش مرتب میکنه. او که تو نخواهی دیگه از کجا شوه؟ هو اهل التقوى، الله سزاواری ازیسته التقوا که از او ترسیده شوه، یعنی انسان از او حراس بکنه، مخالفت نکنه از اوامر الله تبارک و تعالی. و اهل المغفره، الله سزاواری بخشش هم است، به کسی بخشش میکنه. یا باید ما از او چی؟ تقوا، راه تقوا را اختیار کنیم، از او بترسیم. اشاره به دو بال مومن میکنه. مومن دو بال داره که بالی خوف است، دیگهش رجا. هر قدر عبادت های الله را که انجام دادی اینطور فکر نکو که بالکل من نجات پیدا کردم، بازم خوف از الله تبارک و تعالی داشته باش که اینمی عبادت های مرا الله قبول کرده یا نکرده. لیکن اینطور ناامید و مایوس هم نباشی. اگر از پیشت کدام خطا یا کدام گناه شده اینطور نگو که بالکل الله مرا نمیبخشه، بلکه اهل مغفرت است، یعنی الله سزاواری عزیزت که تو را بخشش کنه، به شرطی که رجوع به الله بکنی. از او خاطر ایمان انسان در بین چیست؟ خوف و رجا. از او خاطر هر دو بالت است. اگر یکیش میده میکنی در بدر سفر نمیتونی، پرواز نمیتونی. اگر میگی مثل عوام ما اهل مغفرت چیست؟ رجایشان خیلی زیاد است. الله لک بخش است، نماز نمیخونه. الله لک بخش است، روزه نمیگیره. الله لک بخش است، حجاب نمیکنه. الله لک بخش است، قمار میزنه. الله لک بخش است، سود میخوره. الله لک بخش است، عیاشی میکنه. لک بخش است، لک بخش است، خوف وجود نداره. عجیب است. اینطور نمیشه. اینطور هم نشوه که برو عالی چند دانه نفرای ما که دو روز تهجد نماز بخونه، باز در دریچه سعی میکنه که وحی کی میاد، جبرئیل امین کی میاد. امی طور هستن یا نه؟ 4 روز در گوشه تیر میکنه در خانقاه، دیگر روز ادعای مهدی توب و پیغمبر توب میکنه نمیکنه. میگه ما پیغمبر هستیم، ما دیگه ضرورت به قرآن و حدیث نداریم. از اینجا میگیریم، از اینجا میگیره. از او شکمی که بگوی رقم چیزا را در او انداخته، از اونجا میگیره، کوفته جور میکنه. البته بسیار مهم گپاست خو که درک بکنه، کسی قرآن بفهمه. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.